خوشخبر متی باب 1. اجدادان عیسی مسیح که از نسل شاه داوود و از نسل ابراهیم می باشند اینهایند. از زمان ابراهیم تا زمان شاه داوود اینها گذشتند. ابراهیم پسرش اسحاق، پسر اسحاق یعقوب، پسران یعقوب یهودا و برادرانش، پسران یهودا پارس و زرح، مادر آنها تامار بود، پسر پارس حسرون، پسر حسرون رام، پسر رام امیناداب، پسر امیناداب نحشون، پسر نحشون سلمون، پسر سلمون بوعز، مادر او راحاب بود، پسر بوعز عبید، مادر او روت بود، پسر عبید ایشای و پسر ایشای شاه داوود. از شاه داوود تا زمانی به شهر بابل اسیر شده رفتن خلق اسرائیل اینها گذشتند. داوود پسرش سلیمان، مادر سلیمان پیشتر زن اوریا بود. پسر سلیمان رهبعام، پسر رهبعام ابیا، پسر ابیا آسا، پسر آسا یوشافات، پسر یوشافات یورام، پسر یورام اوزیا، پسر اوزیا یوتام، پسر یوتام آحاز، پسر آحاز حزقیا، پسر حزقیا منشه، پسر منشه آمون، پسر آمون یوشیا و پسران یوشیا یکونیا و برادرانش. در این وقت اسرائیلیان را اسیر گرفته به سرزمین بابل بردند. از زمانی به سرزمین بابل اسیر شده رفتن اسرائیلیان تا تولد عیسی اینها گذشتند. یکونیا پسر شعلتیل، پسر شعلتیل زروبابل، پسر زروبابل ابیهود، پسر ابیهود الیاقیم، پسر الیاقیم آزور، پسر آزور صادق، پسر صادق یاکین، پسر یاکین الیهود، پسر الیهود العازار، پسر العازار متان، پسر متان یعقوب و پسر یعقوب یوسف که شوهرش مریم بود. از مریم عیسی تولد یافت که مسیح یعنی تعیین شده خدا می باشد. اینک از ابراهیم تا شاه داوود همگی 14 نسل و از شاه داوود تا زمانی به بابل اسیر شده رفتن اسرائیلیان 14 نسل و از زمان اسیری تا مسیح 14 نسل گذشته است. تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود، اما پیش از خانه‌دار شوی در بطن مریم از قدرت روح القدس یعنی روح خدا کودک پیدا شد. از بس که یوسف نکوکار بود نخواست که مریم را در پیش مردم شرمنده کند. برای همین او به خلاصه آمد که پنهانی از وی جدا شود. هنگامی که او در چنین فکر بود فرشته خداوند در خوابش عیان شده به او گفت: ای یوسف نسل شاه داوود، از عایله دار شدن با مریم نترس، چون که این کودک در بطن او از قدرت روح القدس پیدا شده است. او پسر تولد می کند و تو باید با او عیسی نام گذاری، چون که او خلق خود را از گناههایشان نجات خواهد داد. همه این واقعه ها برای به عمل آمدن گفته های خداوند که الکی به واسطه پیغمبر پیشگویی شده بودند روی دادند. دختر حامله دار می شود و پسر تولد می کند که با او ایمانوئیل یعنی خدا همراه ما نام می دهند. یوسف از خواب بیدار شده فرمان فرشته خداوند را به جا آورد. او مریم را به زنی گرفت، ولی تا وقت تولد شدن پسر با مریم هم بستر نشد
وقتی که پسر تولد شد، یوسف او را عیسی نامید. باب 2. عیسی در زمان حکمرانی پادشاه هرودوس در دهه بیت لحم سرزمین یهودیه به دنیا آمد. بعد از تولد او یک چند ستاره شناس از سرزمین شرق به شهر اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودک نوزاده که شاه یهودیان است؟ ما ستاره او را در شرق دیدیم و آمدیم تا که به او سجده کنیم. وقتی که این سخن به گوش شاه هرودوس رسید، او و تمام ساکنان اورشلیم به تشویش افتادند. هرودوس همه کاهنان کلان و استادان شریعت را نزدش خوانده از آنها پرسید مسیح در کجا باید تولد شود؟ آنها در جواب گفتند در بیت لحم سرزمین یهودیه، چون که در یکی از کتاب‌های پیغمبران چنین نوشته شده است ای بیت لحم که در سرزمین یهودا هستی، تو از دیگر شهرهای بزرگ یهودا هیچ کمی نداری، زیرا از تو سروری می براید و او خلق من اسرائیل را چوپانی می کند. سپس هرودوس ستاره شناسان را پنهانی دعوت نموده هنگام صحبت از آنها وقتی انیق پیداشوی آن ستاره را پرسیده گرفت. بعد آنها را به دهه بیت لحم روانه کرده گفت روید و درباره آن کودک درستکک پرسجو کنید. همین که او را یافتید به من خبر دهید تا که من هم رفته به او سجده کنم. بعد از صحبت با شاه ستاره شناسان به راه برآمدند. ستاره‌ای که آن را در شرق دیده بودند پیشاپیش آنها رفته در بالای آن جایی که کودک بود ایستاد. آنها از دیدن ستاره به حد خرسند شدند. ستاره شناسان به خانه در آمده کودک را همراه مادرش مریم دیدند و زانو زده سجده کردند. آنها تحفه های پر ارزش را که از طلا، خوشبویی برای دود کردن و از عطر قیمت‌بهای مر مایه عبارت بود از صندوق‌های خود گرفته به او هدیه نمودند. در خوابشان خدا آنها را آگاه کرد که نزد هرودوس بر نگردند. از این رو ستاره شناسان با دیگر راه به وطن خود برگشتند. بعد از رفتن ستاره شناسان فرشته خداوند در خواب یوسف ظاهر شده به او گفت برخیز و کودک و مادرش را گرفته به مصر گریز تا وقتی که به تو برا نگویم در آنجا ایستا، چون که هرودوس با نیت کشتن کودک را جستجو می کند. یوسف از خواب بیدار شد، زن و کودکش را گرفته شبانگاه به مصر ره سپار شد. آنها در آنجا تا وفات هرودوس ماندند. خداوند پیشتر به واسطه پیغمبر گفته بود که من از مصر پسرم را جیغ زدم. برای اجرا شدن این گفته های خداوند همه این حادثه روی داد. وقتی که پادشاه هرودوس فهمید که ستاره شناسان او را فریب دادند بسیار خشمگین شد. او فرمان داد که در بیت لحم و اطراف آن همه پسرچه های تا 2 ساله را کشند، چون که از ستاره شناسان وقتی پیدا شوی ستاره را دانسته بود. همین طور پیشگویی ارمیا پیغمبر به عمل آمد. در شهر راما آواز به گوش می رسد که صدای گریه و فغان است. راحل برای فرزندانش گریه می کند و تسلی یافتن نمی تواند، چون که آنها مردند. پس از مرگ هرودوس
فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف در آمده گفت: برخیز، کودک و مادرش را گرفته به سرزمین اسرائیل برگرد، زیرا کسانی که او را کشتنی بودند مردند. اینک یوسف برخیسته زن و کودکش را گرفت و به سرزمین اسرائیل برگشت. لیکن او شنید که در سرزمین یهودیه ارکلاوس به جای پدرش هرودوس پادشاهی می کند و ترسید که به آنجا برود. بعد در خوابش عیان شد که آنجا نرود، بنابراین آنها به ولایت جلیل رفتند. پیغمبران الکی درباره مسیح پیشگویی کرده گفته بودند که او را ناصری خواهند نامید. یوسف با عائله‌اش در شهر ناصره ساکن شد و همین طور گفته های پیغمبران به عمل آمد. باب 3. پس از چند سال مرد با نام یحیای تعمید دهنده به بیابان یهودیه رفته مردم را نصیحت کرده می گفت: توبه کنید و از گناه دست کشید، زیرا پادشاهی خدا نزدیک است. یحیی همان است که اشعیا پیغمبر درباره‌اش گفته بود: کسی در بیابان فریاد زده می گوید برای خداوند راه را تیار کنید و آن را راست نمایید. لباس یحیی از پشم شتر، کمربند او از چرم و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از شهر اورشلیم و سراسر سرزمین یهودیه و از تمام گرد و اطراف دریای اردن نزد یحیی می آمدند. آنها به گناههای خود اقرار می شدند و یحیی آنها را همچون رمزی شسته شدن گناهها در آب دریای اردن تعمید می داد. این چنین بسیار نمایندگان رویه های فریسی و صدوقی برای تعمید گرفتن نزد یحیی آمدند. یحیی آنها را دیده گفت: ای مارزادگان، کی شما را آگاه کرد که از جزای در پیش ایستاده خدا گریخته می توانید؟ حتی فکر نکنید که به سبب از نسل ابراهیم بودنتان جزا نمی بینید. زیرا به شما می گویم که خدا از این سنگ ها برای ابراهیم نسل به وجود آورده می تواند. پس توبه کنید و ثمر آورید که توبه شما را نشان دهد. قبر الکی بر ریشه درختان گذاشته شده است و هر درختی که ثمری خوب نمی آورد بریده با آتش پرتافته می شود. من شما را همچون شهادت آن که توبه کرده اید به آب تعمید می دهم، اما کسی که بعد از من می آید شما را با روح القدس و با آتش تعمید می دهد. او از من بسا تواناتر است و من حتی سزاوار آن نیستم که پایافزال او را بردارم. در دست او برای باد دادن گندم 3 شاخه تیار است. او خرمنش را تازه کرده گندم خود را به انبار جمع می کند، ولی که را در آتش خاموش نشونده می سوزاند. در این وقت عیسی از ولایت جلیل نزد دریای اردن آمد تا که از یحیی تعمید گیرد. لیکن یحیی او را از این کار باز داشتنی شده گفت: من باید از تو تعمید بگیرم، تو باشی نزد من آمدی. عیسی به وی جواب داد: بگذار چنین باشد، زیرا ما باید همه کارهای درست را به عمل بیاریم. بعد یحیی راضی شد. همین که عیسی تعمید گرفته از آب برآمد، در حال آسمان به او گشاده شد. یحیی روح خدا را دید که مثل کبوتر فرآمده در بالای او قرار گرفت و از آسمان آواز آمد:
این پسری عزیز من است و من از او خیلی خوشنودم. باب 4. بعد از این واقعه روح القدس عیسی را به بیابان برد تا که شیطان او را بیازماید. دوام 40 شبانه روز عیسی روزه داشت و نهایت سخت گرسنه ماند. آنگاه شیطانی وسوسه‌کار نزد او آمده گفت: اگر تو پسر خدا باشی به این سنگ‌ها فرمان ده که نان شوند. لیکن عیسی در جواب گفت: نه، زیرا در نوشتجات گفته شده است که انسان نه فقط با خوردن نان زنده است بلکه با هر سخنی که خدا میگوید. سپس شیطان عیسی را به شهر مقدس اورشلیم برده در جای بلندترین معبد خدا گذاشت و به او گفت: اگر تو پسر خدا باشی خود را از این جا به پایان پرتا، زیرا در نوشتجات گفته شده است که خدا به فرشتگان خود درباره تو فرمان خواهد داد و آنها تو را در بالای دستانشان خواهند برداشت تا که پایت به سنگ نزند. نه، جواب داد عیسی، چون که در نوشتجات باز گفته شده است که خداوند خدای خود را نسنجید. بعد از این شیطان عیسی را به بالای کوه خیلی بلند برد و همه مملکت‌های جهان را با تمام شکوه و زیباییشان به او نشان داده گفت: اگر خود را به زمین پرتافته به من سجده نمایی همه این را به تو می دهم. عیسی به او گفت: دور شو ای شیطان، چون که در نوشتجات گفته شده است که به خداوند خدای خود سجده نمایید و تنها به او خدمت کنید. آنگاه شیطان از عیسی دور شد و فرشتگان آمده به او خدمت کردند. دیرتر یحیی را دستگیر کردند و این خبر به گوش عیسی رسید. سپس او به شهر ناصره ولایت جلیل برگشت. بعد عیسی برای استقامت کردن از شهر ناصره به شهر کفرنهم رفت. کفرنهم در نزد بحر جلیل و در ناحیه های زبولون و نفتالی جایگیر شده است. همین طور پیشگویی اشعیا پیغمبر به عمل آمد که گفته بود: ای ناحیه زبولون و نفتالی که در آن طرف دریای اردن در راه کنار بحر جایگیر هستید. ای ناحیه زبولون و نفتالی که ولایت جلیل غیر یهودیان هستید. مردمی که در تاریکی گناه زندگی می کردند نور درخشان را دیدند و بر آنهایی که به مکانشان سایه مرگ افتاده بود نور درخشید. از همین وقت عیسی به اعلان کردن پیغام خود آغاز نمود: توبه کنید و از گناههایتان روی گردانید، چون که پادشاهی خدا نزدیک است. هنگامی که عیسی در ساحل بحر جلیل راه می رفت، دو برادر را دید که ماهیگیر بودند. آنها به بحر تور می انداختند. نام یکی شیمعون که او را همچنین پتروس می نامیدند و نام دیگر اندریاس بود. عیسی با آنها گفت: مرا پیروی کنید تا به جای ماهی جمع کردن مردم را به شما آموزم. آنها تورهای خود را در حال پرتافته او را پیروی کردند. عیسی راه خود را دوام می داد که دو برادر دیگر یعقوب و یوحنا را دید. آنها با پدرشان زبدای در قایق نشسته تورهای خود را درست می کردند. عیسی آنها را نیز دعوت کرد و آنها زود قایق و پدرشان را گذاشته او را پیروی کردند. عیسی در سراسر ولایت جلیل می گشت، در جماعت خانه ها مردم را تعلیم می داد، درباره پادشاهی خدا خبری خوش را اعلان می کرد
و هر درد و بیماری آدمان را شفا می بخشید. از این سبب آوازه او در تمام سرزمین سوریه نیز پهن می شد و مردم به نزدش همه دردمندان را که هر گونه بیماری داشتند می آوردند. در بین آنها جن‌زدگان، گرفتاران بیماری سر، یعنی آنهایی که از هوش رفته شخ می شدند و شلها نیز بودند و عیسی آنها را شفا می بخشید. بنابراین مردم بسیاری از جلیل و 10 شهر، از اورشلیم و یهودیه و از سرزمین آن طرف دریای اردن آمده از پی عیسی می رفتند. باب 5. عیسی این توده آدمان را دیده به بالای کوه برآمد و در همانجا نشست. هنگامی که شاگردانش در گرد او جمع آمدند، او به تعلیم دادن آغاز کرد. خوشبختند کسانی که محتاج خدا بودنشان را می دانند، چون که پادشاهی خدا از آن آنهاست. خوشبختند کسانی که غم و اندوه دارند، زیرا آنها تسلی می یابند. خوشبختند کسانی که خاکسار هستند، زیرا آنها در روی زمین حکم می رانند. خوشبختند کسانی که گرسنه و تشنه راستی هستند، زیرا آنها سیر خواهند شد. خوشبختند کسانی که رحم و شفقت دارند، زیرا خدا با آنها رحم و شفقت خواهد کرد. خوشبختند کسانی که پاک دل هستند، زیرا آنها خدا را خواهند دید. خوشبختند کسانی که صلح‌جو هستند، زیرا خدا آنها را فرزندان خود خواهد خواند. خوشبختند کسانی که در راه راستی عذاب میکشند، چون که پادشاهی خدا از آن آنهاست. خوشبختید شما وقتی که مردم به خاطر من شما را دشنام و عذاب میدهند و در حقتان تهمت کرده هر گونه سخنی بد میگویند. شاد و خرم باشید، زیرا خدا در آسمان برایتان مکافات کلان دارد. آدمان پیغمبران را نیز که پیش از شما بودند همین طور عذاب میدادند. شما برای آدمان جهان همچون نمک هستید. ولی اگر نمک صفتش را گم کند، مگر آن را باز شور کرده می شود؟ نه، از وی دیگر فایده نیست. آن را فقط می پرتایند و آن زیر پا می شود. شما همچون نور برای آدمان جهان نمایان هستید. شهری که در بالای کوه بنا شده است، ناعیان بوده نمی تواند. این چنین هیچ کس چراغ را درگیرانده آن را با ظرف نمی پوشاند. برعکس آن را به چراغ پایه می ماند تا به هر کسی که در خانه است روشنی دهد. پس بگذار نور شما هم به آدمان روشنایی دهد، تا که آنها کارهای نیک شما را دیده به پدرتان که در آسمان است حمد و ثنا گویند. فکر نکنید که من برای ویران کردن شریعت موسی و تعلیمات پیغمبران آمدم. من نه برای ویران کردن، بلکه برای اجرا کردن آنها آمدم. زیرا براستی به شما میگویم، هنوز که زمین و آسمان هست تا شریعت پره عملی نگردد، یگان حرف یا نقطه آن نیست نمی شود. اینک هر کسی که خردترین فرمان شریعت را ویران کند و به دیگران نیز همین را تعلیم دهد، در پادشاهی خدا خردترین شمرده خواهد شد. و برعکس هر کسی که شریعت را اجرا کند و به دیگران آن را تعلیم دهد، در پادشاهی خدا بزرگ شمرده خواهد شد. زیرا به شما میگویم که اگر حتی از استادان شریعت و فریسیان دیده بیشتر راستکار نباشید، هرگز به پادشاهی خدا نمی درآیید.
شما شنیدید که به گذشتگان گفته شده بود قتل نکنند. این چنین هر کسی که قتل میکند به جوابگری کشیده می شود. اما من میگویم که اگر شما به کسی قهر و غضب کنید به جوابگری کشیده می شوید. اگر به کسی بیفهم گویید در نزد دادگاه بالاتر جواب می دهید. اگر احمق گویید سزاوار آتش دوزخ می گردید. برای همین وقتی که شما به قربانگاه قربانی می آورید و در آنجا به یادتان می آید که کسی از شما ناراضی است، باید قربانیتان را در آنجا گذاشته در حال نزد همان شخص روید و با او آشتی شوید. بعد از این آمده قربانی کنید. اگر کسی از شما دعوا کند پیش از دادگاه زود با وی آشتی شوید، چون که اگر کار به دادگاه رفته رسد دعواگرتان می تواند شما را به دست قاضی سپارد. قاضی باشد به دست سرباز و شما به زندان پرتافته می شوید. براستی می گویم تا آخرین تنگه اتان را ندهید از حبس نمی برایید. شما چنین گفته ها را شنیده اید: زنا نکن. اما من می گویم هر کس که به زن با چشم شهوت آمیز نگاه کند الکی در دل خود چنین گناه می کند. پس اگر چشم راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد آن را کنده پرتایید. نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود بهتر است که از یگان عضو بدن محروم شوید. این چنین اگر دست راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد آن را کنده پرتایید. نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود بهتر است که از یگان عضو بدن محروم شوید. همچنین گفته شده است که هر مردی که از زنش جدا می شود باید به او طلاقنامه نوشته دهد. لیکن من به شما می گویم که اگر مرد از زن خود به یگان سبب غیر از زنا جدا شود و زنش به دیگر کس به شوهر برآید، این مرد برای زنا کردن زنش عیبدار می شود. مردی که با زنی جدا شده خانه‌دار شده است زناکار است. شما باز شنیده اید که به گذشتگان گفته شده بود که قسمی بر دروغ نخورند، اما به هر آن چیزی که در نزد خداوند قسم خوردند اجرا نمایند. لیکن من به شما میگویم که تماما قسم نخورید، نه به آسمان زیرا آن تخت خداست، نه به زمین چون که آن پایانداز اوست، نه به شهر اورشلیم چون که آن شهر شاه بزرگ یعنی خدا است. به سر خود هم قسم نخورید، زیرا یک تار مویتان را حتی سفید یا سیاه کردن نمی توانید. بگذار بله گفتنی شما در حقیقت بله باشد و نه گفتنی شما نه باشد، ولی آنچه زیادتی میگویید از شیطان برمی آید. شما شنیده اید که چنین گفته شده است: چشم بر عوض چشم می دهید و دندان بر عوض دندان. لیکن من به شما می گویم که به کسی بد مقابلت نکنید. برعکس اگر کسی به طرف راست رویتان زند طرف چپ رویتان را هم به او گردانید. اگر کسی به شما دعوا کرده کرته‌تان را گرفتنی باشد جامه‌تان را هم به او دهید. اگر کسی شما را مجبور کند که با او 1 کیلومتر راه روید 2 کیلومتر راه روید. هر که از شما چیزی طلب کند آن را به او دهید و از شما قرض گرفتنی شود نه نگویید. شما چنین گفته ها را شنیده اید: دیگران را دوست دار و دشمنت را بد بین. لیکن من به شما میگویم که دشمنانتان را دوست بدارید و برای آنهایی که شما را عذاب میدهند دعای خیر گویید تا نشان دهید که فرزندان پدر آسمانیتان هستید. چون که او به آفتاب امر میدهد که هم به بدکاران و هم به نیکوکاران روشنی کند. این چنین باران را هم به نیکوکاران و هم به بدکاران میفرستد. پس اگر شما فقط کسانی را دوست دارید که شما را دوست می‌دارند چه مکافات خواهید گرفت؟ مگر اندازگیران بی انصاف نیز همین طور رفتار نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام دهید
از دیگران دیده چی کاری بزرگتری میکنید؟ به ایمانان نیز همین طور رفتار میکنند. بنابراین همان طوری که پدر آسمانیتان بی عیب و نقصان است، شما نیز بی عیب و نقصان باشید. باب 6. عیسی سخنانش را دوام داده گفت: در نزد مردم نمایشکارانه کارهای نیک نکنید، وگرنه از پدر آسمانیتان مکافات نمیگیرید. وقتی که صدقه می دهید، به مانند آدمان درویه به همه آوازه نکنید. آنها در جماعت خانه ها و در سر کوچه ها صدقه دادنشان را اعلان می نمایند تا که مردم آنها را تعریف کنند. براستی به شما می گویم آنها الکی مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما صدقه می دهید، بگذار دست راستتان از کار دست چپتان آگاه نشود تا که صدقه شما پنهان ماند. آنگاه پدر شما که چیزهای پنهانی را می بیند به شما مکافات می دهد. وقتی که دعا می کنید به آدمان درویه مانند نشوید. آنها در جماعت خانه و سری کوچه ها ایستاده دعا خواندن را دوست می دارند تا که همه آنها را بینند. براستی به شما می گویم آنها الکی مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما دعا می خوانید، به خانه اتان در آمده در را پوشید و به پدرتان که نانمایان است دعا کنید. آنگاه پدرتان که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست به شما مکافات می دهد. در وقت دعا خوانی نیز مثل غیر یهودیان رفتار نکنید. آنها در دعا بسیار گپ‌های بیهوده می گویند، چون فکر می کنند که اگر دور و دراز دعا کنند دعایشان شنیده می شود. به مانند آنها دعا نگویید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که طلب کنید می داند. پس شما این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. بگذار پادشاهی تو بیاید. خواست تو که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. رزق و روزی امروزه ما را به ما بده و کارهای بد ما را ببخش، چه طوری که ما نیز آنهایی را که به ما بدی می کنند می بخشیم. ما را به آزمایش دچار نکن، بلکه از شیطان رهایی ده. اگر شما آدمان را که در حقتان بدی می کنند ببخشید، پدر آسمانیتان هم شما را می بخشد. ولی اگر دیگران را نبخشید، پدرتان هم شما را نمی بخشد. باز وقتی که روزه می گیرید، مانند آدمان درویه رویتان را جدی و نمود نکنید. زیرا درویه ها نمود ظاهریشان را غمزده نشان می دهند تا دیگران بینند که آنها روزدار هستند. براستی به شما می گویم که آنها الکی مکافات خود را گرفتند. لیکن وقتی که شما روزه می گیرید، دست رویتان را شسته مویهایتان را شانه کنید تا بغیر از پدرتان که نانمایان است دیگر هیچ کس روزه گرفتنی شما را نفهمد. آنگاه پدرتان که نهان بین است به شما مکافات خواهد داد. در زمین برای خود بایگری جمع نکنید که در اینجا کویه و زنگ میزند و دزدان در آمده آن را می دزدند. برعکس در آسمان بایگری جمع کنید، چنین بایگری را کویه و زنگ نمی زند و دزدان در آمده آن را نمی دزدند. زیرا هر جایی که بایگری دارید فکر و خیال شما نیز در آنجا خواهد بود. چشم چراغ بدن است. پس اگر چشمتان سالم باشد تمام بدنتان را روشنی پر می کند.
اما اگر چشمتان سالم نباشد تمامی بدنتان را تاریکی پر می کند. در این صورت اگر روشنی در درون شما در اصل تاریکی باشد پس آن چه خیل تاریکی ظلمات است. هیچ کس به دو خواجه خدمت کردن نمی تواند، چونکه یکی اش را دوست می دارد و دیگرش را بد می بیند، یا به یکی وفادار می ماند و دیگرش را پسند نمی کند. شما نیز نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول. بنابراین به شما می گویم که غم زندگیتان را نخورید که چی می خورید و چی می نوشید، و غم بدن خود را نخورید که چی می پوشید. مگر زندگی فقط از خوراک و بدن از پوشاک عبارت است؟ به پرنده ها نگاه کنید. آنها نه کشت و کار می کنند و نه حاصل جمع می کنند و نه در انبارها حاصل ذخیره می کنند، لیکن پدر آسمانیتان آنها را می خوراند. مگر ارزش شما از پرنده ها بلندتر نیست؟ کدام از شما با غم خوردن عمر خود را اقلاً 1 ساعت درازتر کرده می تواند؟ برای سر و لباس هم چی غم می خورید؟ به نشأ و نمای سوسنهای صحرا نگاه کنید. آنها نه مهنت می کنند و نه رشته می ریسند، لیکن به شما می گویم که حتی شاه سلیمان با تمام حشمت و باییگریش مثل یکی از آنها لباس زیبای نپوشیده است. پس اگر خدا علفی را که امروز در صحرا هست و پگاه به تنور پرتافته می شود چنین پوشاند، نخواد شما را ای سست ایمانها از آن چند مراتبه بهتر پوشانده نتواند؟ برای همین غم خوردن را بس کنید و نگویید که ما چی می خورده باشیم، چی می نوشیده باشیم یا چی می پوشیده باشیم، چون که خلقهای دیگر از پی همه این چیزها می باشند. پدر آسمانیتان باشد می داند که شما به همه آن احتیاج دارید. شما اول پادشاهی خدا و راستی او را جویید و او همه این چیزها را نیز به شما می دهد. از این رو غم روز آینده را نخورید. فردا تشویش های خود را دارد. برای هر روز تشویش خود همان روز بسنده است. باب 7. عیسی دوام داده گفت: دیگران را عیبدار نکنید تا که خود عیبدار حساب نشوید، زیرا چه خیلی که دیگران را عیبدار کنید همان طور شما نیز عیبدار حساب می شوید. و با کدام سنگ ترازو که برکشید با همان سنگ برای شما برمی کشند. چرا شما خس را در چشم برادر خود می بینید و کنده را که در چشم خودتان هست نمی بینید؟ چه خیل جرأت کرده به برادرتان می گوید که اجازت ده خس را از چشمت برارم، حال آنکه در چشم خودتان کنده دارید. ای درویه ها، اول کنده را از چشم خودتان برارید، آنگاه درستتر دیده می توانید که چه خیل خس را از چشم برادرتان برارید. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مروارید خود را پیش خوکان نپرتایید تا که مروارید را پایمال کرده شما را ندرند. طلب کنید و به شما داده می شود، بجویید و پیدا می کنید، در را بکوبید و آن برویتان گشاده می شود. چون هر کی طلب می کند به دست می آورد، هر کی می جوید پیدا می کند و هر کس که در را می کوبد آن برویش گشاده می شود. آیا در بین شما پدری هست که اگر پسرش نان طلب کند به وی سنگ دهد؟ یا اگر ماهی طلب کند به وی مار دهد؟ اگر شما با وجود دلسیاهیتان به فرزندان خود دادن چیزی خوب را دانید،
چقدر پدر آسمانی شما تیار است که چیزهای خوب را به آنهای دهد که از او می طلبند. هر رفتاری را که از دیگران نسبت خود دیدن خواهید، همان طور اول خودی شما نسبت دیگران رفتار کنید. زیرا اساس شریعت موسی و گفته های پیغمبران در همین است. از دروازه تنگ درآیید، چون که دروازه وسیع و راه آسان گذر شما را به هلاکت می آورد و کسانی که از آن می گذرند بسیار هستند. لیکن به حیات ابدی شما را دروازه بسیار تنگ و راه مشکل گذر می آورد و کم کسان آن را می یابند. از پیغمبران بر دروغ احتیاط شوید. آنها به نزد شما در نمود گوسفندان می آیند، اما در باطن آنها گرگان درنده هستند. شما آنها را از روی عملشان می شناسید. آیا از بوته خار انگور یا انجیر می چینند؟ هر درخت سالی میوه خوب می دهد و میوه بد دادن نمی تواند، ولی درخت بد میوه بد می دهد و میوه خوب دادن نمی تواند. همه درختانی که میوه خوب نمی آورند بریده به آتش پرتافته می شوند. خلاص پیغمبران بر دروغ را نیز شما از عملشان می شناسید. نه همه کسانی که مرا دایم خواجه خود می نامند به پادشاهی خدا می درآیند. فقط آنهایی که خواست پدر مرا که در آسمان است اجرا می کنند به پادشاهی خدا می درآیند. هنگامی که روز قیامت فرا می رسد، مردمی زیاد به من می گویند: ای خواجه، مگر ما به نام تو پیغام خدا را به آدمان اعلان نمی کردیم؟ مگر به نام تو جنها را رانده معجزه های زیاد نشان نمی دادیم؟ آنگاه من به رویشان می گویم: ای بدکاران، من شما را هیچگاه نمی شناختم، دور شوید از نزدم. پس هر کسی که این گفته های مرا می شنود و آنها را اجرا می کند، مانند مردی دوراندیش است که خانه اش را در بالای سنگ ساخته بود. بعد باران بارید و آبخیزی شد و شمال سخت خیسته با شدت بر آن خانه وزید، لیکن خانه فرو نرفت، چون که در بالای سنگ ساخته شده بود. ولی هر کسی که این گفته های مرا می شنود و آن را اجرا نمی کند، مانند مردی بی عقل است که خانه اش را در بالای ریگ ساخته بود. بعد باران بارید و آبخیزی شد و شمال سخت خیسته با شدت بر آن خانه وزید و خانه فرو رفته به زمین یکسان شد. وقتی که عیسی این سخنان خود را به آخر رساند، مردم از تعلیمات او در حیرت ماندند. زیرا او نه به مانند استادان شریعت، بلکه چون شخص صاحب قدرت آنها را تعلیم می‌داد. باب 8. وقتی که عیسی از بالای کوه پایان فرامد، آدمان توده توده شده از پی او رفتند. در این وقت مردی که گرفتار بیماری پوست بود نزد عیسی آمد و زانو زده به او گفت: خواجه، اگر خواهی می توانی مرا پاک سازی. آنگاه عیسی دستش را به او رسانده گفت: البته می خواهم، پاک شو. و آن مرد در حال از کسلیش پاک گشت. عیسی به او گفت: در این باره به هیچ کس نگوی، بلکه راست نزد کاهن رفته خود را نشان ده. بعد چطوری که موسی فرموده است قربانی بکن تا به مردم شهادت گردد. وقتی که عیسی به شهر کفرنهم وارد شد، به نزدش یک سردار لشکر آمد و به زاری و التجا در آمده گفت:
خواجه‌ام، خدمتگار من از حرکت مانده در خانه روی جاگه خوابیده است. از درد سخت عذاب می کشد. من رفته او را صحت می کنم، گفت عیسی. اما سردار جواب داد: خواجه، من سزاوار آن نیستم که تو از در من درآیی. تو تنها یک امر بده و خدمتگارم شفا می یابد. زیرا من یک فرمانبردار هستم و در زیر اطاعت خود نیز سربازان را دارم. وقتی که به یکی برو می گویم می رود، به دیگری بیا می گویم می آید، و اگر به خدمتگارم فلان کار را بکن گویم، او البته این کار را اجرا می کند. از شنیدن این سخنان عیسی حیران شد و به مردمی که از پسش می آمد گفت: براستی به شما می گویم که حتی در بین اسرائیلیان کسی را ندیدم که چنین ایمان قوی داشته باشد. به شما می گویم بسیار آدمان از هر گوشه و کنار دنیا آمده در پادشاهی خدا با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در سر یک دسترخوان می شینند، اما آنهایی که باید به پادشاهی خدا وارد می شدند به تاریکی بیرون پرتافته می شوند که در آنجا آدمان از درد دندان به دندان زده گریه می کنند. بعد به سردار گفت: رو، چه طوری که ایمان داشتی همان طور می شود. همان زمان خدمتگار شفا یافت. وقتی که عیسی به خانه پتروس آمد، خوشدامن پتروس را با تب بلند در روی جایگاه خوابیده دید. عیسی با دست وی دست رساند و تب زن پست شد. او از جایش خسته به مهمان نوازی عیسی مشغول شد. آن بیگاه آدمان بسیار جن زدگان را نزد عیسی آوردند و عیسی امر داده روح‌های ناپاک را از آنها بیرون راند و همه بیماران را نیز شفا بخشید. همین طور پیشگویی اشعیا پیغمبر به عمل آمد که پیشتر گفته بود: درد و بیماری های ما را او برداشته است. بار عیسی در گردش جمع شدن آدمان زیاد را دیده به شاگردانش امر داده گفت که به دیگر طرف بحر گذرند. در همین وقت یک استاد شریعت نزدش آمد و گفت: استاد، من در همه جا تو را پیروی می کنم. عیسی به او جواب داد: روباهان خانه و پرندگان هوا لانه دارند، اما من پسر آدمی زاد جای ندارم که سرم را مانم. دیگری از شاگردانش گفت: خواجه‌ام، اجازت ده اول رفته پدرم را به خاک سپارم. لیکن عیسی به وی گفت: از پس من بیا و بمان که مردگان خود را به خاک سپارند. آنگاه شاگردان عیسی را پیروی کرده یک جای با او به قایق سوار شدند. ناگهان در بحر طوفان سخت برخاست و از شدت موجها قایق قریب غرق می شد، لیکن عیسی در خواب بود. شاگردان عیسی را بیدار کرده گفتند: خواجه، نجات ده، هلاک می شویم. عیسی گفت: ای سست ایمان ها، برای چی اینقدر می ترسید؟ بعد او برخسته به شمال و موجها فرمان داد. در حال در همه جا آرامی تام حکم فرما شد. آنها باشند حیران مانده می گفتند: او چگونه شخصی است که حتی شمال و بحر با او اطاعت می کنند؟ هنگامی که عیسی به طرف دیگری بحر به سرزمین جدریان رسید، دو جن زده از قبرستان بیرون برآمده با عیسی روبرو شدند. آنها چنان بدخشم بودند که کسی جرأتی از آن راه گذشتن را نداشت. آنها عیسی را دیده داد زدند: ای پسر خدا، تو به ما چیکار داری؟ تو آمدی که ما را پیش از مهلت عذاب دهی. از آنها دورتر گله کلان خوکان میچرید. سپس جنها عیسی را تولا کرده گفتند: اگر ما را بیرون کردنی باشی با آن گله خوکان بفرست. عیسی با آنها روید گفت و جنها از آن آدمان بیرون برآمده به گله خوکان در آمدند.
سپس تمامی گله دودوان خود را از تپه به بحر پرتافته در آب غرق شد. خوکبانان باشند از آنجا به شهر گریخته این واقعه و هم واقعه با دو جن زده روی داده را به همه نقل کردند. سپس همه آدمان شهر به پیش عیسی آمده زاری و تولا کردند که او از سرزمینشان رود. باب 9. عیسی به قایق سوار شده از بحر گذشت و به شهر خود برگشت. همان لحظه چند نفر به نزدش شل را با جایگهش برداشته آوردند. عیسی ایمان آنها را دیده به شل گفت: پسرم، نترس، گناههایت بخشیده شدند. در عین حال یک چند استاد شریعت از دل گذراندند: این آدم سخنان کفر میگوید. عیسی فکر آنها را فهمیده گفت: چرا در دل خود فکری بد میکنید؟ کدامش آسان تر است؟ گفتن آن که گناههای تو بخشیده شدند، یا گفتن آن که برخیز و راه گرد؟ پس من به شما اثبات میکنم که پسر آدمی زاد در روی زمین حق بخشیدن گناه ها را دارد. سپس به شل گفت: برخیز، جایگهت را برداشته به خانه ات رو. آن مرد از جایش خسته به خانه اش روانه شد. مردم از دیدن این حادثه به ترس افتاده خدا را که به آدمان چنین قدرت داده است ستایش کردند. وقتی که عیسی از آنجا به راه درآمد، متی نام مردی را دید که در جای جمع آوری انداز می نشست. عیسی به وی گفت: از پس من بیا. متی برخاست و از پس او روانه شد. وقتی که عیسی و شاگردانش به سر دسترخوان نشستند، بسیار اندازگیران و دیگر آدمانی که گناهگار حساب می شدند نیز به آن خانه در آمده به آنها همراه شدند. بعضی از فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند: چرا استاد شما با اندازگیران و گناهگاران خوراک می خورد؟ عیسی این سخنان را شنیده جواب داد: به طبیب نه آدمان سالم بلکه بیماران محتاجند. رفته فهمید که این گفته ها چی معنا دارند. من می خواهم که آدمان رحم و شفقت نشان دهند، نه قربانی ها کنند. خلاص من هم برای آن آمدم که نه نیکوکاران را بلکه گناهکاران را دعوت نمایم. سپس بعضی از شاگردان یحیای تعمید دهنده به عیسی نزدیک شده گفتند: چرا ما و فریسیان عادتاً روزه می داریم و شاگردان تو نه؟ عیسی با آنها جواب داد: آیا دوستان داماد در توی عروسی هنگامی که داماد با آنهاست غمگین می شوند؟ ولی وقتی می رسد که داماد از بینشان گرفته می شوند و آنگاه آنها نیز روزه می گیرند. آخر هیچ کس از متاع نو و لباس کهنه یماق یا پارگی نمی کند، چونکه یماق یا پارگی جدا شده می درد و جای دریده لباس باز هم بدتر می شود. این چنین شراب نو تیار شده را به خلطه چرمین کهنه نمی ریزند، چونکه از ترش شدن شراب خلطه می درد و شراب می ریزد و خلطه نیز از کار می براید. برعکس شراب نو تیار شده را به خلطه نو می ریزند، آنگاه نه شراب برباد می رود و نه خلطه. هنوز عیسی سخنانش را دوام می داد که سردار آمده به او تعظیم کرده گفت: دختر من حاضر وفات کرد، اما اگر آمده به وی دست گذاری وی زنده می شود. عیسی از جایش خسته با شاگردانش همراه او رفت. زنی که 12 سال باز کسلی خونروی داشت از دلش گذرانده بود که اقلاً به جامه عیسی دست رساند شفا می یابد.
با همین نیت او از قفا به عیسی نزدیک شد و به دامن جامه‌اش دست رساند. عیسی به قفا روی گرداند، زن را دیده گفت: ای دخترم، نترس، تو را ایمانت شفا داد. خود همان لحظه زن شفا یافت. بعد عیسی به خانه سردار آمده نینوازان و مردم گریان را دیده گفت: همه تان از اینجا روید، دختر نمرده است، فقط خوابیده است. آنها باشند به گپ عیسی خندیدند. اما بعد از آن که مردم بیرون برآمدند، عیسی به خانه‌ای که دخترک آنجا بود در آمده دست او را گرفت و دخترک برخیست. این خبر در تمام آن سرزمین پهن گشت. هنگامی که عیسی از آنجا رفت، دو مرد نابینا از دنبال او روان شده فریاد زدند: ای نسل داوود، به ما رحم کن. وقتی که عیسی به خانه در آمد، آن دو نابینا هم به نزدش آمدند. عیسی از آنها پرسید: باوری دارید که من شما را شفا داده می توانم؟ بله خواجه، جواب دادند آنها. آنگاه عیسی به چشمان آنها دست رسانده گفت: از روی ایمانتان همین طور شود. و چشمان آنها بینا گشت. عیسی آنها را آگاه کرد که درباره این حادثه به کسی نگویند. اما آنها از آنجا برآمده رفتند و در تمام آن سرزمین درباره او نقل کردند. هنوز آن دو مرد دور نرفته، یک چند کس به پیش عیسی مردی را آوردند که از سبب جن داشتنش گنگ بود. لیکن وقتی که عیسی از آن مرد جن را بیرون کرد، مرد به گپ در آمد و مردم با حیرت خطاب می کردند: هرگز چنین حادثه را در اسرائیل ندیده بودیم. اما فریسیان می گفتند که عیسی جنها را با قدرت خودی سردار جنها بیرون می کند. عیسی باشد به همه شهر و دهات رفته در جماعت خانه ها خلق را تعلیم می داد، خبر خوش را درباره پادشاهی خدا اعلان می کرد و هر درد و کسلی آدمان را شفا می بخشید. وقتی که عیسی به مردم نگاه می کرد، به حال آنها رحمش می آمد، چون که آنها مانند گوسفندانی بی چوپان، سرسان و سرگردان و ناچار و ناتوان بودند. آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: حاصل بسیار است ولی کارگران کم. از این رو از صاحب حاصل التماس کنید که برای غون داشتن حاصلش کارگران را فرستد. باب 10. عیسی به نزدش 12 شاگردش را دعوت کرده به آنها قدرت داد که روح‌های ناپاک را از آدمان بیرون کنند و هر درد و کسلی آدمان را شفا دهند. نامهای آن 12 فرستاده چنینند: اولین شمعون که او را همچنین پتروس می نامند، برادر شمعون اندریاس، بعد برادران یعقوب و یوحنا که پسران زبدای بودند، فیلیپوس و برتلما، توما و متی آنی که انداز جمع کرد، یعقوب پسر حلفای، تدا، شمعون وطن دوست و یهودای اسقریوطی که بعدتر به عیسی خیانت میکند. عیسی به این 12 نفر وظیفه داده آنها را برای اجرا نمودن آن فرستاد. او این طور گفت: به نزد خلقهای غیر یهودی نروید و به شهرهای سامریان ندرآیید، بلکه نزد خلق اسرائیل که مانند گوسفندان گمراه شده هستند رفته اعلان کنید که پادشاهی خدا نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، آدمان را که گرفتار بیماری پوست هستند پاک سازید و جنها را بیرون کنید.
این قدرت به شما رایگان داده شده است، پس شما نیز این کار را رایگان کنید. وقتی که به سفر می برایید، در کمربندتان تنگه های طلایی، نقرگی و میسین نگیرید. این چنین بارخلطه، عصا و لباس علاوگی و پایافزال نگیرید، چون که مهنتکش سزاوار خوراک خود است. هنگامی که به یگان شهر یا دهه می درآیید، آدم شایسته را سراغ کنید و تا روزی از آنجا رفتنتان در خانه او بمانید. برابری به آن خانه در آمدن سلام دهید. اگر اهل خانواده شما را نقص قبول کنند، برایشان صلح طلب کنید. اگر اهل خانواده شما را نقص قبول نکنند، بگذار صلح طلب کرده اتان به خودتان برگردد. ولی اگر هیچ کس شما را قبول نکند یا به سخنانتان گوش ندهد، آن خاندان یا شهر را ترک کرده همچون علامت آگاهی چنگ و خاکش را از پایتان افشانید. براستی به شما میگویم در روز قیامت احوال مردم بدکردار سدوم و عمورا از حال آن شهر سبکتر خواهد بود. اینک من شما را به نزد آدمان همچون گوسفندان به بین گرگ ها می فرستم. مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بی‌ضرر باشید. از آدمان احتیاط شوید، چون که آنها شما را دستگیر کرده به دادگاه می برند و در جماعت خانه ها قمچینکاری می کنند. به خاطر مرا پیروی کردنتان شما را در نزد حاکمان و پادشاهان به جوابگری می کشند. آنگاه امکانیت پیدا می کنید که در پیش آنها و غیر یهودیان درباره من شهادت دهید. هنگامی که شما را به دادگاه می برند، غم نخورید که به آنها چی باید گویید یا چطور باید سخن رانید، چون که در آن وقت سخنانی که باید گویید به دلتان انداخته می شود. آنگاه نه شما بلکه روح پدر آسمانیتان به واسطه شما سخن می راند. در آن ایام برادر خود را و پدر فرزند خود را به قتل می رساند. فرزندان به پدر و مادر خود مقابل می برایند و آنها را به مرگ می سپارند. به سبب مرا پیروی کردنتان همه شما را بد می بینند. ولی کسی که تا به آخر ایستادگی نماید نجات خواهد یافت. وقتی که شما را عذاب دادنی شده در شهر دنبالگیری کنند، به شهر دیگر گریزید. براستی به شما می گویم هنوز شما به همه شهرهای اسرائیل نرفته پسر آدمیزاد می آید. شاگرد از استادش و خدمتگار از خواجه‌اش بلندتر نیست. برای شاگرد بسنده است که مانند استادش شود و برای خدمتگار کافی است که مانند خواجه‌اش شود. اگر سردار خاندان را بألزبول سردار جنها نامیده باشند، پس اعضایان خاندان را چقدر بدتر می نامند. از این رو از آدمان نترسید، زیرا هیچ چیزی پوشیده نیست که آشکار نشود و هیچ چیزی پنهان نیست که معلوم نگردد. آن چیزی را که من به شما مخفی می گویم گشاد و روشن گویید. آن چیزی را که به شما پیچیراز زده می گویم از بالای بام خانه ها با آوازی بلند اعلان نمایید. از آدمان که جسم را می کشند و جان را کشته نمی توانند نترسید، بلکه از همان ترسید که هم جان و هم جسم را در دوزخ نابود کرده می تواند. ارزش 2 گنجشک 1 تنگه است، اما به خواست پدر شما 1 تای آن و زمین نمی افتد. او حتی شماره تارهای مویتان را می داند. بنابراین نترسید، ارزش شما از بسیار گنجشک ها هم زیادتر است. پس هر کی در پیش مردم می گوید که پیرو من است، من نیز در نزد پدر آسمانیم پیرو من بودنش را تصدیق می کنم. لیکن هر کی در پیش مردم مرا رد کند،
من نیز او را در نزد پدر آسمانیم رد می کنم. فکر نکنید که من برای به زمین صلح آوردن آمدم. من نه برای آوردن صلح بلکه برای شمشیر ضدیت آوردن آمدم. من آمدم که پسر را از پدر، دختر را از مادر، کیلین را از خوشدامنش جدا کنم. خود اعضای خاندان آدم دشمنان او خواهند بود. کسی که پدر یا مادر خود را از من بیشتر دوست می دارد سزاوار من نیست. اینچنین کسی که پسر یا دختر خود را از من بیشتر دوست می دارد سزاوار من نیست. کسی که صلیب عذاب و مرگش را با خود نبردارد و از پس من نآید سزاوار من نیست. کسی که حیاتش را نگاه داشتن خواهد آن را از دست می دهد، ولی کسی که به خاطر من حیاتش را فدا کند آن را نگاه می دارد. کسی که شما را قبول می کند در اصل مرا قبول می کند و کسی که مرا قبول می کند در اصل فرستنده مرا قبول می کند. کسی که پیغمبر را به خاطر پیغمبر بودنش قبول می کند مکافات پیغمبرانه را خواهد گرفت. کسی که آدمی نیکوکار را به خاطر نیکوکار بودنش قبول می کند مکافات نیکوکاران را خواهد گرفت. همچنین کسی که با یکی از پیروان خردترین من به خاطر شاگرد بودنش اقلاً یک پیاله آب خنک دهد، به راستی به شما می گویم که بی مکافات نخواهد ماند. باب 11. عیسی به 12 شاگردش وظیفه داده از آنجا به شهرهای گرد و اطراف برای تعلیم دادن و اعلان کردن خوشخبر روانه شد. وقتی که یحیای تعمید دهنده در زندان می نشست خبری کارهای مسیح به گوشش رسید. آنگاه او چند نفر شاگردش را نزد عیسی فرستاد. آنها آمده از عیسی پرسیدند آیا تو همان شخصی هستی که آمدنش را پیشگویی کرده بودند یا ما باید منتظر کسی دیگر باشیم؟ عیسی با آنها در جواب گفت آنچه می شنوید و می بینید رفته به یحیی نقل کنید. یعنی بگویید که چشمان کوران بینا می شود و لنگان راه می گردند. نفرانی که گرفتار بیماری پوستند پاک می شوند و کرها می شنوند. مردگان زنده می شوند و به بیچارگان خوشخبر اعلان کرده می شود. پس خوشبخت است کسی که در حق من شک و شبهه نمی کند. هنگامی که شاگردان یحیی به راه در آمدند عیسی به مردم درباره یحیی سخنش را آغاز کرد. نزد یحیی به بیابان برای دیدن چی رفته بودید؟ برای دیدن قمیشی که از وزیدن باد می جنبد؟ بگویید چرا رفته بودید؟ مگر برای دیدن آدمی که لباس قیمت می پوشد؟ آخر آنهایی که لباس قیمت می پوشند در قصرها زندگی می کنند. برای چی رفته بودید؟ برای دیدن پیغمبر؟ درست، اما به شما می گویم که شما کسی بزرگتر از پیغمبر را دیده اید. یحیی همان شخص است که خدا درباره‌اش در نوشتجات گفته است من پیشا پیش تو خبررسان خود را می فرستم تا برای آمدنت راه تیار کند. براستی به شما می گویم در بین همه آنهایی که از مادر به دنیا آمدند بزرگتر از یحیای تعمید دهنده کسی پیدا نشده است. اما شخص خردترین در پادشاهی خدا بزرگتر از یحیی است. از زمان یحیای تعمید دهنده تا امروز پادشاهی خدا به زوراوری دچار شده است و آدمانی با قدرت آن را زورند به دست می آورند. در نوشتجات پیغمبران
و شریعت موسی تا زمان یحیی پیشگویی ها آمدند. اگر شما به گفته های آنها باور کردن خواهید، یحیی همان الیاس پیغمبر است که آمدنش را پیشگویی کرده بودند. هر کی گوش دارد بشنود. لیکن این نسل را با کی مقایسه نمایم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در کوچه بازی میکنند و یک گروه آنها به گروه دیگر میگوید ما برایتان نی نواختیم اما شما رقص نکردید، سرودی ماتم خواندیم نگریستید. همچنین یحیی آمده روزه می داشت و می نمی نوشید، اما همه می گفتند که او جن دارد. بعد پسر آدمیزاد آمد که هم می خورد و هم می نوشد، لیکن همه می گویند او مرد پرخور و بدمست و دوست اندازگیران و گناهگاران است. لیکن درست بودن حکمت خدا از نتیجه هایش معلوم می گردد. اهالی شهرهایی که در آن عیسی معجزات زیاد نشان داده بود توبه نکردند و از گناههایشان دست نکشیدند. بنابراین عیسی آنها را طعنه زده گفت ای اهل کورزین و اهل بیت سیدا، وای بر حال شما، زیرا اگر آن معجزاتی که من در بین شما نشان دادم در شهرهای پرگناه سور و سیدون روی می دادند، آدمان آن کیها توبه کرده به تن لباس ماتم پوشیده موی کنان نشان می دادند که آنها از گناههایشان دست کشیدند. لیکن من به شما می گویم که در روز قیامت احوال مردم سور و سیدون از حال شما سبکتر خواهد بود. این چنین شما ای اهل کفرنهم گمان میکنید که سری شما تا به آسمان میرسد، اما شما به دوزخ پرتافته میشوید. زیرا اگر آن معجزاتی که من در بین شما نشان دادم در شهر سدوم روی میداد، این شهر تا حال از روی زمین نیست نمیشد. لیکن من به شما میگویم که در روز قیامت احوال مردم سدوم از حال شما سبکتر خواهد بود. سپس عیسی گفت ای پدر، ای خداوند زمین و آسمان، به تو شکر میگویم که این چیزها را از عاقلان و خردمندان پنهان کردی و به آدمان عادی آشکار ساختی. بله ای پدر، خواهش نیک تو چنین بود. پدرم همه چیز را به من داده است. بغیر از پدر دیگر هیچ کس پسر را نمی شناسد. این چنین هیچ کس پدر را نمی شناسد غیر از پسر و آنهایی که پسر می خواهد پدر را برایشان ظاهر سازد. ای همه کسانی که از بار وزنین مانده شده اید، به نزد من بیایید و من به شما آرامی می بخشم. چنانه که برزگا و یوغ را برگردن گرفته بار می کشاند، شما نیز یوغ مرا برگردن خود مانید. من نرم دل و خاکسار هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. باب 12. روز عیسی از بین کشتزارهای گندم می گذشت. این روز شنبه بود و شاگردانش گرسنه مانده خوشه های گندم را کنده دانه‌هایش را می خوردند. بعضی فریسیان این را دیده نزد عیسی آمده گفتند این را بین، شاگردان تو کاری را کرده ایستادند که در روز شنبه کردن آن روا نیست. عیسی در جواب گفت مگر شما در نوشتجات نخوانده اید که شاه داوود وقتی که با همراهانش گرسنه ماند چیکار کرده بود؟ او به خانه خدا در آمده نانی به خدا تقدیم شده را گرفته خورد.
حال آنکه از روی شریعت او و همراهانش به این حق نداشتند، چون که خوردن آن نان فقط به کاهنان ممکن بود. یا نخواد در شریعت موسی نخوانده باشد که کاهنان هنگامی در معبد خدا اجرا کردن وظیفه های خود قاعده های روز شنبه را ویران می کنند ولی عیبدار حساب نمی شوند. اما همین را دانسته باشد که شخص بزرگتر از معبد خدا در اینجاست. در نوشتجات خدا گفته است: من می خواهم که آدمان رحم و شفقت نشان دهند، نه قربانی ها کنند. اگر شما معنای این گفته ها را می فهمیدید، آدمانی بی عیب را عیبدار نمی کردید. آخر پسر آدمی زاد خواجه روز شنبه است. سپس عیسی از آنجا رفته به جماعت خانه در آمد. در آنجا مردی بود که دستش خشک شده بود. بعضی از حاضران که عیسی را عیبدار کردن می‌خواستند از او پرسیدند: آیا از روی شریعت در روز شنبه، یعنی روز استراحت، آدم را شفا دادن ممکن است؟ عیسی در جواب به آنها گفت: اگر شما یک گوسفند داشته باشید و آن در روز شنبه به چقری افتد، مگر رفته آن را از چاه نمی برارید؟ قدر انسان باشد از گوسفند خیلی بلندتر است. پس در روز شنبه نیکی کردن رواست. بعد به مردی دستش خشک شده گفت: دستت را دراز کن. وی دستش را دراز کرد و آن مثل دست دیگرش صحت شد. آنگاه فریسیان از جماعت خانه بیرون برآمده نقشه کشتن عیسی را کشیدند. اما عیسی این را فهمیده از آن محله برآمده رفت. آدمان زیاد نیز از پی عیسی رفتند و او همه بیماران را شفا داده به آنها فرمان داد که درباره او آوازه پهن نکنند. به این واسطه پیشگویی اشعیا پیغمبر به عمل آمد که گفته بود: این خدمتگار من است که او را انتخاب کردم. او محبوب من و باعث شادمانیم است. من روحم را بر او میفرستم و او به همه خلقها عدالتم را اعلان می کند. او با هیچ کس بحث نمی کند یا داد نمی زند، یا کسی در کوچه ها صدای او را نخواهد شنید. تا دمی که راستی را پایدار نکند، کسی را که مثل قمیش خم شده است نابود نمی کند و کسی را که به مانند پلته نیم سوخته چراغ است خاموش نمی سازد. همه خلقای روی زمین در او امید نجات را می بینند. سپس به نزد عیسی مرد جن زده را آوردند که از سبب جن داشتنش کور و گونگ بود. عیسی وی را شفا داد و او هم بینا و هم گویا شد. تمام مردم از این حادثه به حیرت افتاده می گفتند: مگر این شخص نسل داوود نیست که ما انتظارش هستیم؟ لیکن فریسیان این را شنیده چنین می گفتند: او جنها را با قدرت بألزبول که سردار جنها است بیرون می کند. عیسی که از فکرهای فریسیان با خبر بود با آنها گفت: هر دولتی که در داخل خود از هم جدا شده جنگ می کند به زودی بر هم می خورد. و هر شهر یا خانواده که در داخل خود از هم جدا شده جنگ می کند استوار نمی ماند. اگر شیطان خودش را بیرون کند، مگر این علامت آن نیست که او در داخل خود به دو قسم جدا شده است؟ پس نخواد حکمرانی او دوام می یافته باشد. اگر من جنها را با قدرت بألزبول بیرون کنم، پیروان شما با چی بیرون می کنند؟ آنها با کدام قدرت بیرون می کنند؟ آنها اثبات می کنند که شما نادرست فکر می کنید. اما اگر من به واسطه روح خدا جنها را بیرون کنم،
از این بر می آید که پادشاهی خدا الکی به شما آمده است. این چنین چگونه کس می تواند به خانه شخص پرزور در آمده مال و ملکش را دزدد بغیر از آن که اول دست و پای آن مرد را بندد و آن وقت خانه او را غارت کند. هر که با من نیست مقابل من است و هر که با من آدمان را نزد خدا نمی آرد آنها را از خدا دور می کند. از این رو به شما می گویم هر گناه و سخن کفر انسان بخشیده می شود، ولی کسی را که بر ضد روح القدس سخن کفر می گوید خدا هرگز نمی بخشد. هر کس که بر ضد پسر آدمی زاد سخن می گوید بخشیده می شود، ولی کسی که بر ضد روح القدس سخن می گوید خدا او را در دو دنیا نمی بخشد. درخت سالم میوه خوب می دهد، درخت بد باشد میوه بد می دهد. پس چه خیل بودن درخت از میوهش معلوم می گردد. ای مارزادگان، در صورتی که خودتان بد هستید چگونه سخنانی نیک گفته می توانید؟ آن چیزی که در دلتان هست لبریز شده از زبانتان می براید. شخص نیک از خزینه نیکش چیزهای نیک و شخص بد از خزینه بدش چیزهای بد بیرون می آورد. همین را دانسته باشید که در روز قیامت شما برای هر سخن ناحقی که گفته اید جواب خواهید داد، چون که از روی سخنان خودتان شما یا سفید کرده می شوید یا گناهکار حساب می شوید. آنگاه بعضی از فریسیان و استادان شریعت به عیسی گفتند: استاد، می خواستیم که از جانب خدا به ما یگان علامت نشان دهی. لیکن عیسی جواب داد: ای نسل بد و بی‌وفا، شما علامت طلب می کنید ولی غیر از علامت یونس پیغمبر به شما علامت دیگر داده نمی شود. چطوری که یونس 3 شب و 3 روز را در شکم ماهی گذرانده بود، همان طور پسر آدمی زاد 3 شب و 3 روز را در زیر خاک می گذراند. در روز قیامت باشد ساکنان نینوه برخسته این نسل را عیبدار می کنند، زیرا آنها با شنیدن پیغام یونس توبه کردند و از گناهایشان دست کشیدند. حال آنکه از یونس دیده شخص بزرگتر در اینجاست. در روز قیامت ملکه سرزمین سبا برخسته این نسل را عیبدار می کند، زیرا او از یک گوشه دنیا برای شنیدن حکمت شاه سلیمان آمده بود. حال آنکه از سلیمان دیده شخص بزرگتر در اینجاست. وقتی که روح ناپاک یعنی جن از شخص بیرون می رود، وی با نیت پیدا کردن منزل زیست جایهای بی آب را دور می زند و آن را نمی یابد. نهایت روح ناپاک می گوید: به خانه پیشترم برمی گردم و برگشته می بیند که این خانه خالی و به ترتیب و روبوچین شده است. پس روح ناپاک رفته 7 روح از خودش هم بدتر را همراهش گرفته می آرد و همه آنها به آن خانه در آمده زندگی می کنند. در نتیجه احوال آن شخص از حالت اولش بدتر خواهد بود. با نسل بدی این زمانه چنین حادثه روی خواهد داد. هنگامی که عیسی هنوز به مردم سخن گفتن را دوام می داد، مادر و برادرانش آمدند. آنها بیرون از خانه ایستاده خواهش کردند که با عیسی گپ زنند. کسی از بین آدمان به عیسی گفت: استاد، مادر و برادرانت در بیرون ایستادند و می خواهند که با تو گپ زنند. عیسی در جواب گفت: مادری من کیست و برادران من کیستند؟ بعد با دستش سوی شاگردانش اشارت کرده سخنش را دوام داد: اینها مادر و برادران من هستند. هر کسی که خواست پدر آسمانیم را اجرا می کند برادر، خواهر و مادری من است.
باب 13. خودی همان روز عیسی از خانه برآمده به ساحل بحر رفته نشست. از بس که در گردش آدمان زیاد جمع شدند، عیسی به قایق نشست و آدمان باشند در ساحل می ایستادند. عیسی بسیار چیزها را با آنها با مثلها نقل می کرد. او گفت: روز یک دهقان برای کشت کردن به کشتزار می رود. هنگام دانه کاشتنش یک مقداری آن به پیرهن می افتد و پرنده ها آمده آنها را از زمین چیده می خورند. مقدار دیگری آن به زمین سنگلاخ و کمخاک می افتد. از سبب چقر نبودن خاک زمین آن زود می سبزد، ولی با برآمدن آفتاب میسه نوخیز پژمرده شده از سبب ریشه مستحکم نداشتنش خشک می شود. مقدار دیگرش به زمین خاردار می افتد و خارها قد کشیده میسه نوسبزیده را پخش می کنند. لیکن بعضی دانه ها به زمین خوبی حاصل خیز افتاده بعضی 100، بعضی 60 و بعضی 30 برابر زیادتر حاصل می دهد. هر که گوش دارد بشنود. بعدتر شاگردان عیسی به نزدش آمده پرسیدند: چرا تو مردم را با مثلها تعلیم می دهی؟ عیسی در جواب گفت: فهمیش سر و اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما از آنها این چیزها پنهان است. چون که به هر کسی که چیزی دارد باز داده می شود و او زیادتر خواهد داشت، اما از کسی که ندارد حتی آن اندکی که دارد گرفته می شود. برای همین من به آنها با مثلها سخن می گویم. آنها نگاه می کنند و نمی بینند، گوش می دهند و اما نمی شنوند و نمی فهمند. اشعیا پیغمبر پیشگویی کرده گفته بود: این آدمان گوش کنند هم نمی فهمند، با چشمانشان بینند هم درک نمی کنند، چون که ذهن آنها کند و گوشهایشان وزنین شده است. و آنها چشمانشان را پوشیدند، وگرنه چشمانشان دیده، گوشهایشان شنیده و عقلشان درک کرده می توانست و به من روی می آوردند و من آنها را شفا می دادم. این پیشگویی حقیقتاً در حیات آنها عملی می گردد. اما شما خوشبخت هستید که چشمانتان می بینند و گوشهایتان می شنوند. براستی به شما می گویم که بسیار پیغمبران و نیکوکاران در آرزوی دیدن و شنیدن آن چیزهای بودند که شما می بینید و می شنوید، ولی آنها ندیدند و نشنیدند. اکنون معنای مثل دهقان را گوش کنید. بعضی کسان کلام را درباره پادشاهی خدا می شنوند و آن را نمی فهمند. شیطان آمده کلامی در دل آنها کاشته شده را کشیده می گیرد. این به مانند به پیرهن افتادن دانه ها است. به زمین سنگلاخ افتادن دانه ها مانند آن است که بعضی کسان کلام را می شنوند و در حال با شادی آن را قبول می کنند، ولی از بس که ریشه ندارند مدتی کوتاه استوار می ایستند. بعد به خاطر آنکه به کلام خدا باور می کنند به دشواری و عذاب دچار شده زود ایمان خود را از دست می دهند. به زمین خارزار افتادن دانه ها مانند آن است که بعضی کسان کلام را می شنوند، اما غم و تشویش زندگی و آرزوی بایگری کلام را پخش می نماید و در نتیجه آن هیچ حاصل نمی آورد. ولی به زمین حاصل خیز افتادن دانه ها مانند آن است که بعضی کسان کلام را می شنوند، آن را می فهمند. آنها بعضاً 100، بعضاً 60 و بعضاً 30 برابر بیشتر ثمر می آورند. پس از آن عیسی مثل دیگری را نقل کرد. پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است.
شخصی به زمینش دانه های خوب را می کارد، لیکن وقتی که همه خواب می روند، دشمن آمده در بین گندم تخم علف بیگانه را پاشیده می رود. سپس برابری سبزیدن و سرک برآوردن گندم، علف بیگانه نیز نمایان می گردد. خدمتگاران نزد صاحب کشتزار آمده می گویند: خواجه، شما در کشتزارتان دانه های خوش صفت گندم را کاشته بودید و این علف بیگانه از کجا پیدا شد؟ او با آنها جواب می گوید: این کار دشمن است. خدمتگاران باز می پرسند: می خواهید که ما رفته آنها را کنده پرتاییم؟ نه، می گوید صاحب کشتزار، چون که علف بیگانه را کندنی شده، باز بعضی گندم را هم کنده نپرتاید. بگذار تا وقتی درو هم گندم و هم علف بیگانه ایستد. آن وقت به دروگران فرمان می دهم که اول علف بیگانه را کنده دسته کرده سوزانند، بعد گندم را درویده در انبارم جمع کنند. عیسی با آنها باز مسئله دیگری را نقل کرد. پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است: شخص تخم خردل را گرفته در زمین خود می کارد. این تخم از همه تخمهای روی دنیا میده ترین می باشد، ولی وقتی که آن می سبزد از همه رستنی ها کلانتر شده به درخت مبدل می گردد و پرنده ها آمده در شاخه های آن لانه می سازند. مسئله دیگری که وی به آنها نقل کرد این بود: پادشاهی خدا به مثل خمیر تروش است که زن آن را گرفته با یک خلط آرد آمیخته خمیر کرد و تمام خمیر رسید. عیسی همه چیز را به مردم با مثلها بیان می کرد و به مثل با آنها هیچ چیز نمی گفت، تا به عمل آید سخن پیغمبری که گفته بود: من به آنها با مثلها سخن می رانم و چیزهای از آفرینش پنهان را نقل می کنم. وقتی که عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردانش به نزدش آمده خواهش کردند که او مثلی درباره علف بیگانه نقل کردهش را به آنها معنی داد کند. وی در جواب گفت: شخصی که دانه های خوش صفت را می کارد پسر آدمی زاد است. کشتزار این جهان است. دانه های گندم شخصانی هستند که به پادشاهی خدا تعلق دارند. علف بیگانه باشد آدمان شیطان هستند و دشمنی که تخم علف بیگانه را می کارد شیطان می باشد. موسم درو آخر زمان است. دروگران باشند فرشته هایند. چطوری که علف بیگانه را جمع کرده در آتش می سوزانند، عیناً همین طور در آخر زمان روی می دهد. یعنی پسر آدمی زاد فرشته های خود را می فرستد تا که همه بدکاران و همه وسوسه‌کاران را از داخل پادشاهی وی جدا کرده گرفته به آتش سوزان پرتایند. در آنجا باشد آدمان از درد دندان به دندان زده گریه می کنند، اما نیکوکاران در پادشاهی پدرشان مثل آفتاب می درخشند. پس هر کی گوش دارد بشنود. پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است: روز شخص در کشتزار گنجینه پنهان شده را یافته آن را باز پنهان می کند. او از شادی تمام داراییش را فروخته همان کشتزار را می خرد. این چنین پادشاهی خدا به سوداگر مانند است که مرواریدهای زیبا می جست و هنگامی که یک مروارید گرانبها می یابد رفته تمام مال و ملکش را فروخته آن را می خرد. این چنین پادشاهی خدا به مثل توری است که ماهیگیران آن را به بحر پرتافتند و به آن هر گونه ماهی درآمد. وقتی که آن پر شد ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و نشسته خوبش را به سبدها انداختند و بدش را پرتافتند. در آخر زمان نیز همین طور روی می دهد. فرشته ها برآمده آدمان بدکردار را از بین نیکوکاران جدا می کنند. آدمان بدکردار را به آتش سوزان می پرتایند
که در آنجا آدمان از درد دندان به دندان زده گریه می کنند. عیسی از شاگردانش پرسید: شما این گفته هایم را فهمیدید؟ فهمیدیم، جواب دادند آنها. او دوام داده گفت: پس هر استاد شریعت که در پادشاهی خدا تعلیم یافته است مانند صاحب خانه است که از گنجینه خود چیزهای نو و کهنه را بیرون می برارد. عیسی نقل کردن مسئله ها را تمام کرده از آنجا برآمد و به شهر خود برگشت. او در جماعت خانه آنجا تعلیم می داد و آنهایی که تعلیماتش را می شنیدند انگشت حیرت گزیده به یکدیگر می گفتند: از کجا او اینقدر حکمت و قابلیت معجزه‌کاری دارد؟ مگر او همان عیسی پسر دریدگر نیست که مادرش مریم و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا هستند؟ مگر همه خواهرانش در شهر ما زندگی نمی کنند؟ او از کجا اینقدر حکمت و قدرت دارد؟ آنها در حق عیسی شک و شبهه کردند. او باشد به آنها گفت: پیغمبر در دیار خود و در بین خاندان خود قدر ندارد، ولی در همه جای دیگر او را با احترام قبول می کنند. از سبب آنکه آنها به عیسی باوری نداشتند او در آنجا معجزه زیاد نشان نداد. باب 14. در آن ایام آوازه درباره عیسی تا به گوش هرودوس که حاکم ولایت جلیل بود رسید. هرودوس به منصبدارانش گفت که این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که زنده شده است و برای همین او چنین قدرت معجزه‌کاری دارد. پیش از مرگ یحیای تعمید دهنده هرودوس زنی برادرش فیلیپوس هرودیه را به زنی گرفته بود. لیکن یحیی به او گفته بود: از روی شریعت به شما گرفتن زنی برادرتان روا نیست. برای همین هرودوس فرمان داد که یحیی را دستگیر نموده دست و پایش را بسته حبس کنند. هرودوس می خواست یحیی را به قتل رساند، اما از خلق می ترسید، زیرا خلق یحیی را پیغمبر می حسابید. اما وقتی که هرودوس روز تولد خود را جشن می گرفت، دختری هرودیه در پیش مهمانان رقص کرده هرودوس را مفتون کرد. هرودوس قسم خورده به دختر وعده داد: هرچی از من طلب کنی برایت می دهم. دختر از روی مصلحت مادرش گفت: برایم سر یحیای تعمید دهنده را در روی طبق آورده دهید. حاکم غمگین گشت، ولی به خاطر قسمی در پیش مهمانان خورده‌اش امر داد که خواهش دختر اجرا کرده شود. جلاد فرستاده‌اش در زندان سر یحیی را از تنش جدا کرد و در روی طبق به دختر آورده داد. دختر باشد آن را به مادرش برد. بعد از این شاگردان یحیی آمده جسد او را برده گوراندند و حادثه روی داده را رفته به عیسی نقل کردند. این حادثه را شنیده عیسی به قایق سوار شده خودش تنها به جای بی‌آدمی رفت. مردم از این آگاه شدند و از شهرهای خود برآمده پیاده از پی او رفتند. وقتی که عیسی به ساحل فرآمد مردم زیادی را دیده به حال آنها رحمش آمد و بیمارانی را که در بینشان بود شفا داد. روز به آخر می رسید و شاگردان عیسی به نزدش آمده گفتند: استاد، این یک جای بی آدم است. روز تاریک شد. مردم را جواب بده
تا که به دهه های گرد و اطراف رفته برای خود خوراک خرند. به هیچ جا رفتنشان لازم نیست، جواب داد عیسی. شما با آنها خوراک دهید. آنها گفتند آخر ما در اینجا فقط 5 نان و 2 ماهی داریم. آنها را به من آورده دهید، گفت عیسی و به مردم فرمان داد که روی سبززار نشینند. بعد او آن 5 نان و 2 ماهی را به دستش گرفته به آسمان نگریست و شکر گفت و نانها را پاره کرده به شاگردانش داد. شاگردانش نانپاره ها را به مردم تقسیم کردند. همه تا سیر شدن خوردند و سپس شاگردان 12 سبد را از نانپاره های باقی مانده پر کردند. شماره آنهایی که نان و ماهی خورده بودند غیر از زنان و کودکان تقریباً 5000 نفر بود. سپس عیسی به شاگردانش فرمود که به قایق سوار شده پیشاپیش او به طرف دیگری بحر روند. او خودش در آنجا ماند تا که مردم را جواب دهد. پس از آن برای در تنهایی دعا کردن به کوه برآمد. بعد از نشستن آفتاب هم او یکه و تنها در آنجا بود. قایق باشد از ساحل خیلی دور رفته بود و از سبب باد سختی که مخالف آن می‌وزید موجهای بحر قایق را الوانج می‌دادند. هنوز چشم روز نکفیده عیسی روی آب قدم زنان به طرف شاگردانش روانه شد. شاگردان عیسی را دیدند که در روی آب قدم می‌زد. آنها این ارواح گویان از ترس و وهم داد زدند. اما او زود با آنها گفت دلیر باشید، نترسید، این منم. آنگاه پتروس گفت خواجه، اگر در حقیقت این تو باشی به من امر نما که روی آب قدم زنان نزد تو بیایم. بیا، امر داد او. اینک پتروس از قایق برآمده در روی آب قدم زنان به عیسی نزدیک شد، لیکن سخت وزیدن شمال را دیده ترسید و قریب غرق شده فریاد زد خواجه، مرا نجات ده. عیسی زود دستش را دراز کرده پتروس را داشته گرفت و گفت اینقدر ایمانت سست است، چرا شبهه کردی؟ وقتی که آنها به قایق سوار شدند شمال از وزیدن باز ماند. آنگاه آنهایی که در قایق نشسته بودند به عیسی سجده کرده گفتند تو در حقیقت پسر خدا هستی. آنها از بحر گذشته به سرزمین جنیسار آمده رسیدند. مردم آنجا عیسی را شناختند و به گرد و اطراف آن سرزمین آدمان را فرستادند تا که بیماران را نزد او گرفته بیارند. آنها از عیسی التماس می‌کردند که اقلاً به لب دامنش دست رسانند و هر کسی که دست می‌رساند شفا می‌یافت. باب 15. سپس چند نفر فریسیان و استادان شریعت از اورشلیم به نزد عیسی آمده پرسیدند چرا شاگردان تو عرف و عادتهای اجدادان ما را ویران میکنند؟ آنها دستانشان را نشسته خوراک میخورند. او جواب داد چرا خودتان برای اجرا کردن عرف و عادتهایتان فرموده های خدا را ویران میکنید؟ خدا به ما فرموده است پدر و مادرت را حرمت و احترام نما و اگر کسی والدانش را لعنت کند حتما کشته شود. شما باشید تعلیم می دهید که اگر کسی به پدر و مادرش یاری نداده آن چیز را به خدا بخشد آنگاه حاجت نیست که پدرش را احترام کند. همین طور شما به خاطر عرف و عادتهایتان فرموده های خدا را برهم می دهید. ای آدمان درویه، اشعیا پیغمبر درباره شما درست پیشگویی کرده است. خدا می گوید که این آدمان
فقط با زبان مرا حرمت می کنند ولی دلشان از من دور است. آنها مرا بیهوده پرستش می کنند چون که قاعده های انسانی را همچون قانون خدا تعلیم می دهند. بعد عیسی مردم را به نزدش دعوت کرده گفت: همین چیز را دانید که آنچه به دهان می درآید آدم را حرام نمی کند، بلکه آنچه از دهان می برآید او را حرام می کند. آنگاه شاگردانش به او نزدیک شده گفتند: فریسیان از سخنان تو رنجیدند. عیسی در جواب گفت: هر رستنی که پدر آسمانی من نشنانده است با ریشه‌اش کنده پرتافته می شود. به فریسیان اهمیت ندهید. آنها خودشان کور هستند و باز کوران دیگر را راهنمایی می کنند. اگر کور به کور دیگر راه نشان دهد هر دویشان به چاه می افتند. در این وقت پتروس از عیسی پرسید: آنچه به دهن می درآید آدم را حرام نمی کند گفتی، این مثل چی معنا دارد؟ عیسی با آنها گفت: نخواد تا حال نفهمیده باشید. مگر نمی دانید که آنچه شما می خورید از دهان می درآید و بعد از شکم گذشته بیرون می برآید؟ لیکن آنچه از دهن می برآید آدم را حرام می کند چون که آن از دل آدم می برآید. زیرا از دل خیالات بد، قتل، زنا، گناه جنسی، دزدی، شهادت بر دروغ و تهمت پیدا می شود. این گونه چیزها آدم را حرام می کنند. اما دست را نشسته خوراک خوردن آدم را حرام نمی کند. عیسی از آنجا برآمده به نزدیکی های شهرهای سور و سیدون رفت. یک زنی کنعانی که در آن محل زندگی می کرد داد زنان آمده گفت: ای خواجه، نسل شاه داوود، به من رحم بکن، دخترم جن زده است و بسیار عذاب می کشد. اما عیسی هیچ جوابی نداد. شاگردانش به او نزدیک شده خواهش کرده گفتند: این زن داد زنان و ناله کنان از دنبال ما آمده ایستاده است، او را جواب بده. عیسی گفت: من فقط به نزد گوسفندان گمراه شده خلق اسرائیل فرستاده شدم. لیکن آن زن نزد عیسی آمده زانو زده گفت: ای خواجه، به من یاری ده. وی جواب گرداند: نان فرزندان را گرفته به نزد سگان پرتافتن نادرست است. راست میگویی خواجه‌ام، گفت در جواب زن، لیکن سگان هم نان ریزه های از دسترخوان صاحبانشان افتاده را میخورند. عیسی در جواب وی گفت: ایمانت به قوت است ای زن، آنچه میخواستی برایت اجرا می شود. خودی همان لحظه دختر زن شفا یافت. عیسی آن جای را ترک کرده قد بحر جلیل رفته به کوه برآمده در آنجا نشست. به نزد او توده آدمان آمده با خود آدمان لنگ و معیوب، کور و گونگ و باز هر گونه بیماران گوناگون را آورده پیش پایهایش می گذاشتند و عیسی آنها را شفا می داد. در پیش نظر مردم گونگ ها گپ می زدند و لنگ ها راه می رفتند. کوران بینا و معیوبان صحت می گشتند. این را دیده همه حیران ماندند و خدای اسرائیل را ستایش کردند. عیسی شاگردانش را به نزدش دعوت کرده گفت: به این آدمان رحمم می آید. آنها 3 روز باز با من هستند و دیگر خوردنی ندارند. من نمی خواهم که آنها را از پیش خود گرسنه جواب دهم، مبادا در راه بیحال نشوند. شاگردانش به او گفتند: از کجا در این بیابان آنقدر نان یابیم که چنین مردم زیاد را سیر کنیم؟ عیسی از آنها پرسید: شما چند نان دارید؟ 7 تا جواب دادند آنها، و 1 چند ماهی میده هم داریم. او به مردم فرمود که روی زمین بشینند. بعد او 7 نان و ماهی را گرفته خدا را شکر گفته آنها را پاره کرد و به شاگردانش داد. شاگردانش نان پاره ها را به مردم تقسیم کردند.
مردم تاثیر شدن خوردند و سپس شاگردان 7 سبد را از نانپاره های باقی مانده پر کردند. شماره آنهایی که نان و ماهی خورده بودند غیر از زنان و کودکان 4000 نفر بود. سپس عیسی مردم را جواب داده به قایق سوار شده به سرزمین مجدل رفت. باب 16. بعد از چند وقت به نزد عیسی بعضی از فریسیان و صدوقیان آمدند. آنها او را آزمودنی شده طلب نمودند که برایشان از جانب خدا علامتی دهد. اما عیسی در جواب گفت: اگر شامگاهان آسمان گشاده باشد، شما میگویید که پگاه هوای نغز می شود. اگر صبح دم آسمان تیره و گرفته باشد، میگویید که امروز شمال و باران می شود. شما علامتهای آسمان را دیده باد و هوا را فهمیده می توانید و علامتهای زمانه را دیده آنها را معین کرده نمی توانید. فقط نسل بد و بیوفا علامت طلب می کند. خدا به این نسل بغیر از علامتی که به یونس پیغمبر روی داد علامت دیگری نمی دهد. این را گفته او از نزدشان رفت. وقتی که شاگردان به طرف دیگری بحر رسیدند، دیدند که با خود نان گرفتن را فراموش کردند. عیسی با آنها گفت: هوشیار باشید، خود را از خمیر ترش فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. آنگاه شاگردانش به یکدیگر می گفتند: او از سبب با خود نان نگرفتنمان این را گفت. لیکن عیسی این را فهمیده گفت: ایمانتان سست است. چرا شما نان نگرفتنتان را فکر می کنید؟ نخواد تا حال هیچ چیز نفهمیده باشید، مگر آن 5 نان را در یاد ندارید که چخیل 5000 نفر خوردند و باز باقی ماندهش را در یک چند سبد جمع کردید؟ یا آن 7 نان را که 4000 نفر خوردند و باز باقی ماندهش را در یک چند سبد جمع کردید در یاد ندارید؟ چطور شما نفهمیدید که من نان را در نظر ندارم، بلکه گفتنی هستم که خود را از خمیر ترش فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ آنگاه شاگردان فهمیدند که او نه از خمیر ترش نان بلکه از تعلیمات فریسیان و صدوقیان احتیاط شدن را در نظر داشت. عیسی با شاگردانش به ولایتی رفت که در اطراف شهر قیصریه فیلیپوس جایگیر شده بود. در آنجا او به آنها سوال داد: آدمان پسر آدمیزاد را کی میگویند؟ آنها جواب داده گفتند: بعضی ها میگویند که تو یحیای تعمید دهنده هستی. قسم دیگری آدمان میگویند که الیاس یا ارمیا و یا یکی از پیغمبران گذشته دیگر آمده است. عیسی از آنها پرسید: شما چی؟ شما مرا کی می شمارید؟ شمعون پتروس با او جواب داد: تو مسیح، یعنی تعیین شده خدا و پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی به پتروس گفت: تو خوشبخت هستی شمعون پسر یونس، چون که این را به تو نه آدمان بلکه پدر من که در آسمان است گشاده است. بنابراین به تو میگویم که تو پتروس یعنی سنگ هستی و در بالای این سنگ من جماعت خود را بنا می نمایم که آن را حتی قوه های مرگ مغلوب کرده نمی توانند. من به تو کلیدهای پادشاهی خدا را می دهم و هر چی را که در زمین من کنی خدا آن را از آسمان من می کند و به هر چی که اجازت دهی خدا به آن از آسمان اجازت می دهد. آنگاه عیسی به شاگردانش تأکید کرد که مسیح بودن او را به کسی نگویند.
از همان وقت سر کرده او به شاگردانش آشکارا می گفت که باید به اورشلیم رود و در آنجا از دست پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت بسیار عذاب کشد. عاقبت او کشته می شود، ولی بعد از 3 روز زنده می شود. پتروس باشد عیسی را یک سو برده سرزنش کرده گفت: ای خواجه، خدا نشان ندهد آنچه گفتی به سرت نآید. لیکن وی به پتروس روی آورده گفت: دور شو از من ای شیطان، تو پیش راه مرا میگیری، چون که تو نه مثل خدا بلکه مثل انسان فکر میکنی. آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: اگر کسی پیرو من شدن خواهد، باید از خواهش‌های خود روی گردانده، صلیب عذاب و مرگش را برداشته مرا پیروی کند. زیرا کسی که حیاتش را نگاه داشتن می‌خواهد، آن را از دست می‌دهد، ولی هر کسی که به خاطر من حیاتش را فدا می‌کند، آن را نگاه می‌دارد. به آدم چه فایده دارد که تمام دنیا را به دست آورد و جانش را از دست دهد؟ مگر آدمی زاد بر عوض جان خود تاوان داده می تواند؟ پسر آدمی زاد با شهرت و جلال پدرش همراه فرشته های خود آمده به همه موافق عملشان پاداش می دهد. براستی به شما می گویم که در اینجا کسانی هستند که هنوز از دنیا نگذشته پسر آدمی زاد را می بینند که برای پادشاهی کردن می آید. باب 17. پس از 6 روز عیسی تنها پتروس و برادران یعقوب و یوحنا را همراهش گرفته به کوه بلند برآمد. بعد در پیش نظر شاگردان نمود ظاهری او دیگرگون شد. چهرهش مانند آفتاب درخشید، لباسش هم مثل روشنی نور سفید شد. ناگهان موسی و الیاس پیغمبر در پیش نظر شاگردان پیدا شدند و با عیسی صحبت کردند. پتروس به عیسی گفت: خواجه، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. اگر خواهی من در اینجا 3 خیمه می سازم، یکی برای تو، دیگری برای موسی و سوم برای الیاس. هنوز وی سخنش را تمام نکرده، ابری درخشان پیدا شده آنها را فرا گرفت و از آن آواز برآمد: این پسری عزیزی من است و من از او خوشنودم، او را گوش کنید. از شنیدن این آواز شاگردان را وهم فرا گرفت و آنها خود را بر روی زمین پرتافتند. اما عیسی به نزدشان آمده با آنها دست رسانده گفت: برخیزید و از هیچ چیز نترسید. آنها به بالا نگاه کردند و غیر از عیسی کسی را ندیدند. وقتی که آنها از کوه پایان می فرامدند، عیسی به شاگردان فرمود تا دمی که پسر آدمی زاد از مردگان زنده نشود، چیزی دیدگیشان را به کسی نقل نکنند. آنگاه شاگردانش از او پرسیدند: چرا استادان شریعت می گویند که پیش از مسیح باید الیاس بیاید؟ درست جواب داد او: اول باید الیاس بیاید و همه چیز را برقرار نماید. لیکن به شما می گویم که الیاس الکی آمده است و آدمان وی را نشناختند و هر کاری که خواستند با وی کردند. با پسر آدمی زاد نیز همان طور رفتار خواهند کرد. آن وقت
شاگردانش فهمیدند که عیسی الیاس گفته یحیای تعمید دهنده را در نظر داشت. هنگامی که آنها نزد مردم برگشتند، مرد پیش عیسی آمده به زانو ایستاده گفت: خواجه، به پسرم رحم بکن. وی تیز تیز از هوش رفته شخ می شود و به نهایت عذاب می کشد. از این رو او خود را زود زود به آتش یا به آب می پرتاید. وی را به نزد شاگردانت آوردم، لیکن آنها او را شفا داده نتوانستند. عیسی جواب داد: ای نسل بی ایمان و کجرفتار، تا کی با شما باشم؟ تا کی شما را طاقت کنم؟ وی را به نزدم بیارید. بچه را گرفته به نزدش آوردند و او به جن فرمان داد که از بچه بیرون برآید. جن بیرون برآمد و بچه خودی همان لحظه صحت گشت. سپس شاگردان در تنهایی از عیسی پرسیدند: چرا ما جن را بیرون کرده نتوانستیم؟ او در جواب گفت: از سبب سست ایمانیتان. اگر شما حتی به اندازه دانه خردل ایمان می داشتید و به این کوه از اینجا به آنجا گذر می گفتید، آن به شما اطاعت می کرد. برای ایماندار هیچ کار غیر امکان نیست. هنگامی که شاگردان در جلیل جمع آمدند، عیسی به آنها گفت: پسر آدمی زاد به دست آدمان سپاریده می شود و آنها او را می کشند، لیکن در روز سیوم او زنده می گردد. از شنیدن این سخنان شاگردانش بسیار غمگین شدند. وقتی که عیسی با شاگردانش به کفرنحوم آمد، کسانی که برای معبد خدا انداز جمع می کردند نزد پتروس آمده پرسیدند: مگر استاد تو انداز نمی سپارد؟ البته می سپارد، جواب داد پتروس. بعد پتروس به خانه در آمد و هنوز او دهان نگشاده عیسی به وی گفت: شمعون، به فکر تو پادشاهان انداز و خراج را از کی می ستانند؟ از آدمان خودی یا بیگانگان؟ از بیگانگان، جواب داد پتروس. عیسی گفت: پس فرزندان پادشاه از این وظیفه آزادند. لیکن برای نرنجانیدن این آدمان به سوی بحر رفته به شست ماهیگیری صید کن. از دهان ماهی اولینی که صید میکنی تنگه را میابی و این تنگه را گرفته از نام من و خودت انداز سپار. باب 18. در این وقت به پیش عیسی شاگردانش آمده پرسیدند: در پادشاهی خدا کی بزرگتر است؟ عیسی به نزدش یک کودک را خوانده او را در پیش شاگردان گذاشته جواب داد: به راستی به شما میگویم، اگر سوی خدا بر نگردید و مانند کودکان نشوید، هرگز به پادشاهی خدا نمی درآیید. پس هر کی به مثل این کودک خاکسار باشد در پادشاهی خدا بزرگتر است. و هر کسی که چنین کودک را به خاطر نام من قبول می کند در اصل مرا قبول می کند. لیکن وای بر حال کسی که یکی از این پیروان خردی به من ایمان آورده را گمراه کند. برای وی بهتر می شد که به گردنش سنگ آسیاب را بسته به بحر چقور پرتایند. وای بر حال آدمان این عالم از دست وسوسه ها. وسوسه ها همیشه پیدا می شوند
ولی وای بر حال وسوسه‌کاران. اگر دست یا پایت تو را به گناه کردن وادار سازد، آن را بریده پرتا. نظر به آن که با دو دست و پای به آتش ابدی دوزخ پرتافته شوی. بهتر است که به یک دست یا پای صاحب حیات شوی. اینچنین اگر چشمت تو را به گناه کردن وادار سازد، آن را کنده پرتا. زیرا نظر به آن که با دو چشم به آتش دوزخ پرتافته شوی، بهتر است که با یک چشم صاحب حیات شوی. احتیاط شوید، حتی به خردترین پیروی من بی حرمتی نکنید. زیرا به شما میگویم که فرشته های آنها همیشه در نزد پدر آسمانی هم حضور دارند. چی فکر میکنید؟ اگر کسی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا وی 99 تایش را در کوهسار گذاشته به جستجوی گوسفند گم شدهش نمی رود؟ بعد از یافتنش به راستی به شما میگویم که برای این گوسفند نظر به آن 99 گوسفندی که گم نشدند بیشتر خرسندی میکند. پدر آسمانی شما نیز هرگز نمیخواهد که یکی از پیروان خردترین من نابود شود. اگر برادر یا خواهر به تو بدی کند، بین خودت و او در تنهایی گناهش را فهمان. اگر او به سخن تو گوش دهد، دان که وی را از نو همچون برادر یا خواهر پیدا کرده ای. ولی اگر گوش ندهد، یک یا دو کس دیگر را همراه خود گیر تا از زبان 2 یا 3 شاهد سخنانت تصدیق شود. اگر با آنها گوش ندهد، به جماعت گوی، و اگر به جماعت ایمانداران نیز گوش ندهد، بگذار او برای تو همچون اندازگیری بی انصاف یا آدمی بی ایمان باشد. براستی به شما میگویم، هر چی را که شما در زمین منع کنید، خدا آن را از آسمان منع می کند، و به هر چی که اجازت دهید، خدا به آن از آسمان اجازت می دهد. باز به شما میگویم که اگر در زمین 2 کسی شما با رازگی یک دیگر برای یگان چیز دعا کنید، پدر آسمانی هم حتما برایتان همان چیز را می دهد. زیرا در جایی که 2 یا 3 کس به خاطر نام من جمع می شوند، من در بین آنها حضور دارم. آنگاه پتروس نزد عیسی آمده گفت: خواجه، چند بار برادر خود را که به من بدی کرده باشد بخشم؟ آیا تا 7 بار؟ او جواب داد: نه، 77 بار ببخش. زیرا پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است. روز یک شاه خواست که قرضهای خدمتگارانش را حساب کند. وقتی که حساب و کتاب را سر کرد، به نزدش خدمتگاری را آوردند که از شاه 10,000 خلطچه طلا قرضدار بود. از بس که خدمتگار از عهده برگرداندن قرض نمی برآمد، شاه امر داد که بجای قرضش او با زن و فرزندانش و تمام مال و ملکش فروخته شود. آن خدمتگار خود را پیش پایهای شاه پرتافته زاری و تولا کرد: التماس به من مهلت دهید و من تمام قرضم را بر می گردانم. شاه به حال خدمتگار رحم کرد و قرضش را به وی بخشیده او را جواب داد. لیکن چون خدمتگار بیرون رفت، رفیقش را دید که از او 100 تنگه نقره قرضدار بود. او وی را سخت داشته گلویش را فشرده گفت: قرضت را برگردان. رفیقش خود را بر روی زمین پرتافته زاری و تولا کرد: التماس مهلتم ده و من قرضم را بر می گردانم. اما خدمتگار راضی نشده رفیقش را به زندان انداخت تا که وی قرضش را سپارد. چون دیگر خدمتگاران این واقعه را دیدند، بسیار غمگین شدند و نزد شاه آمده هر آنچه روی داده بود به وی نقل کردند. شاه آن خدمتگار را به نزدش خوانده گفت: ای خدمتگاری بد، تو مرا زاری و تولا کردی و من به تو تمام قرضت را بخشیدم و به تو رحم کردم.
پس تو هم باید بر رفیقت رحم میکردی. شاه در غضب شده امر داد که این خدمتگار را تا پر سپاریدن قرضش به حبس پرتایند تا عذاب کشد. خلاص اگر برادرتان را از صمیم دل نبخشید، پدری آسمانی هم با شما مانند آن شاه رفتار میکند. باب 19. عیسی سخنانش را به آخر رسانده از ولایت جلیل سوی سرزمین یهودیه که در طرف دیگری اردن جایگیر بود رهسپار شد. مردم بسیاری از پس او رفتند و او آنها را شفا داد. فریسیان عیسی را سنجیدنی شده پرسیدند: آیا از روی شریعت ممکن است که مرد با هر سبب از زنش جدا شود؟ عیسی در جواب با آنها گفت: مگر در نوشتجات نخوانده اید که آفرنده آدمی زاد از ابتدا آنها را مرد و زن آفرید؟ باز در نوشتجات گفته شده است که از همین سبب مرد پدر و مادر خود را گذاشته به زن خود می پیوندد و آنها یک تن می شوند. اکنون آنها نه دو تن بلکه یک تن می باشند. پس بگذار کسی زن و شوهر را از همدیگر جدا نکند، زیرا خدا آن دو نفر را با هم پیوسته است. فریسیان باز پرسیدند: پس چرا موسی فرموده است که برای جدا شدن مرد به زنش طلاقنامه داده از او جدا شود؟ او در جواب گفت: به سبب کندفهمی و سرکشیتان موسی اجازت جدا شدن را داده است، اما از اول این طور نبود. من به شما میگویم که اگر مرد با هر سبب غیر از زنا از زنش جدا شده زنی دیگر گیرد، زناکار است. شاگردان عیسی گفتند: استاد، اگر وظیفه شوهر نسبت به زن این خیل باشد، آنگاه به مرد بهتر است که تماما زن نگیرد. نه همه این گفته ها را قبول کرده می توانند، جواب داد او. فقط کسانی که خدا با آنها چنین قابلیت داده است آن را قبول می کنند. زیرا بعضی ها مثل اخته شده تولد می شوند و زن نمی گیرند. بعضی ها را آدمان اخته می کنند و بعضی ها با نیت به خدا خدمت کردن زن نمی گیرند. بگذار کسی که این گفته ها را قبول کرده می تواند قبول کند. همان وقت به نزد عیسی کودکان را آوردند تا که او به سر آنها دست گذاشته برایشان دعا کند. شاگردان این را دیده پدر و مادران را سرزنش نمودند، اما عیسی گفت: مانید که کودکان نزد من آیند، پیش راه آنها را نگیرید، زیرا پادشاهی خدا نصیب آنهایی است که مثل کودک هستند. بعد به سر کودکان دست گذاشته برایشان دعا کرده از آنجا رفت. بار یک مرد پیش عیسی آمده از او پرسید: استاد، برای به دست آوردن حیات ابدی چه نیکی باید کنم؟ به وی گفت: چرا درباره نیکویی از من میپرسی؟ تنها خدا نیک است. اگر خواهی که حیات ابدی نصیبت گردد، فرموده ها را رعایت نما. کدام فرموده ها را؟ پرسید مرد. عیسی قانونهای اساسی را نامبر کرد: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت بر دروغ نده، پدر و مادرت را حرمت و احترام نما و دیگران را مثل خودت دوست بدار. جوانمرد جواب داد: تا به این روز همه این فرمایش ها را رعایت کردم، غیر از این باز چیکار کردنم لازم است؟ عیسی به وی گفت: اگر خواهی که کامل باشی،
رفته تمام مال و ملکت را فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کن. آنگاه باییگری در آسمان پیدا میکنی. بعد آمده مرا پیروی نما. جوانمرد خیلی ثروتمند بود. بنابراین از شنیدن این سخنان اندوهگین گشته از آنجا رفت. آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: به راستی به شما میگویم که به پادشاهی خدا در آمدن شخص ثروتمند به نهایت دشوار است. باز میگویم که از سوراخی سوزن گذشتن شتر آسان تر است از آن که شخص ثروتمند به پادشاهی خدا درآید. شنیدن این سخنان شاگردان را به حیرت آورد و آنها پرسیدند: پس کی نجات یافته میتواند؟ عیسی به شاگردانش با دقت نگاه کرده گفت: برای آدمیزاد این کار غیر امکان است، ولی برای خدا همه چیز امکان پذیر است. آنگاه پتروس گفت: ما از بحر همه چیز گذشته تو را پیروی کردیم، با ما چی می شود؟ عیسی به آنها جواب داد: براستی به شما می گویم وقتی که دنیا نو می شود و پسر آدمی زاد بر تخت پرشکوه خود می شیند، 12 نفری شما نیز که مرا پیروی کرده اید بر تخت ها نشسته به 12 قبیله اسرائیل حکمرانی می کنید. این چنین هر کسی که برای من شده از بحر خانه ها، برادران یا خواهران، پدر یا مادر، فرزندان یا زمین هایش گذشته باشد، همه این را 100 مراتب زیادتر پیدا می کند و در آینده حیات ابدی نیز نصیبش می گردد. لیکن بسیار اولین ها آخرین می شوند و آخرین ها اولین. باب 20. عیسی سخنش را دوام داده گفت: پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است. یک زمیندار برای به تاکزارش کرا کردن مردکاران سحری بر وقت بیرون رفت. او یک چند مردکار را یافته آنها را 1 دیناری به روز کاریشان کرا کرد و به تاکزارش فرستاد. ساعت قریب 9 وی در بازار مردکاران دیگر را دیده به آنها گفت: شما هم به تاکزار من رفته کار کنید، بعد من مزد کارتان را می دهم. آنها رفتند. زمیندار ساعتهای قریب 12 و 3 نیز رفته مردکاران را کرا کرد. قریب ساعت 5 بود که وی باز یک چند مردکار را دیده پرسید: چرا شما تمام روزتان را بیکار گذرانده ایستاده اید؟ آنها در جواب گفتند: کسی ما را کرا نکرد. سپس صاحب تاکزار گفت: شما هم به تاکزار من رفته کار کنید. چون شام رسید، صاحب تاکزار به نظارتچیش گفت: رفته مردکاران را دعوت کرده مزد کارشان را ده. از آنهایی که آخرین کرا کردم سر کنید. مردکارانی که ساعت 5 کرا شده بودند هر کدام 1 دیناری مزد گرفتند. وقتی که اولین کرا شدگان آمدند فکر کردند که بیشتر مزد می گیرند، اما هر کدام از آنها نیز 1 دیناری گرفتند. آنها پولشان را گرفته از صاحب تاکزار شکایت کردند. آنهایی که آخرین کرا شده بودند فقط 1 ساعت کار کردند. ما باشیم در آفتاب سوزان روزی دراز کار کردیم و شما با آنها برابر ما مزد دادید. لیکن صاحب تاکزار به یکی از آنها جواب داده گفت: ای رفیق، من حقت را نخوردم. مگر خودت راضی نشدی که برای 1 روز کاریت 1 دینار دهم؟ پولت را گیر و رو. به این مردی که آخرین کرا کردم خواستم برابر تو مزد دهم. مگر من حق ندارم که با پولم هر چی خواهم کنم؟ یا به سخاوتمندی من حسد میبری؟ در خاتمه عیسی گفت: پس آخرین ها اولین می شوند
و اولین ها آخرین. عیسی به سوی اورشلیم راهروان شاگردانش را به یک طرف برده تنها به آنها گفت: ما به اورشلیم رفته ایستاده ایم. در آنجا پسری آدمی زاد به دست کاهنان کلان و استادان شریعت سپاریده می شوند. آنها او را به مرگ محکوم کرده به دست غیر یهودیان می سپارند. غیر یهودیان او را مسخره و غمچینکاری کرده عاقبت به صلیب میخکوب می نمایند، لیکن وی در روز سیوم زنده می شود. در این میان زن زبدای با دو پسرش نزد عیسی آمده به او تعظیم کرده چیزی خواهش کردنی شد. عیسی پرسید: تو چی می خواهی؟ زن جواب داد: می خواهم هنگام پادشاهی کردنت امر کنی که این دو پسر من از طرف راست و چپ تو بشینند. عیسی به پسران زن گفت: شما نمی فهمید که چی را طلب کرده ایستاده اید؟ مگر از آن کاسه عذابی که من می نوشم شما نوشیده می توانید؟ می توانیم، جواب دادند آنها. او گفت: بله، شما در حقیقت از کاسه من خواهید نوشید، اما به انتخاب کردن آن کسانی که از دست راست و چپ من میشینند حق ندارم. این جایها نصیب آنهایی میشوند که پدرم برایشان تیار کرده است. 10 شاگرد دیگر این را شنیده از این دو برادر سخت به غضب آمدند. آنگاه عیسی همه آنها را به نزدش دعوت کرده گفت: شما می‌دانید که پادشاهان و حاکمان و مردم خود زورآوری می‌کنند و حکمشان را بر آنها می‌گذرانند، لیکن در بین شما نباید این طور باشد. برعکس، هر کسی که در بین شما بزرگ بودن می‌خواهد باید خدمتگار دیگران باشد و هر کسی که می‌خواهد در پیش ایستد باید غلام دیگران باشد. همچنین من، پسر آدمی زاد، نه آمدم که به من خدمت کنند، من آمدم که به دیگران خدمت کنم و برای نرخ نجات بسیار آدمان را سپاریدن جانم را فدا کنم. هنگامی که عیسی با شاگردانش از شهر اریحا به راه درآمد، مردم زیادی از پس او رفتند. 2 نابینای در کنار راه می نشستند. آنها گذشتن عیسی را شنیده زود فریاد زدند: ای خواجه، ای نسل داوود، به ما رحم کن. مردم باشد آنها را سرزنش کرده می گفتند که خاموش شوند، اما آنها باز بلندتر داد زده می گفتند: ای نسل داوود، ای خواجه، به ما رحم کن. عیسی از راهش باز ایستاده آنها را به نزدش خواند و پرسید: شما چی می خواهید؟ برایتان چی کار کنم؟ آنها جواب داده گفتند: ای خواجه، می خواهیم که چشمانمان را بینا کنی. دل عیسی به حال آنها سوخت و به چشمانشان دست گذاشت. خودی همان لحظه چشمان آن 2 مرد بینا شدند و آنها از پس عیسی رفتند. باب 21. عیسی و شاگردانش به شهر اورشلیم نزدیک شده به دهه بیت فاجی نزد کوه زیتون رسیدند. سپس عیسی 2 شاگردش را پیشاپیش خود فرستاده با آنها چنین گفت: به دهه‌ای که در روبروی شماست روید. همین که به آنجا می رسید مادخری بسته شده را با بچه‌اش می یابید. آنها را کشاده نزد من بیارید. اگر کسی یگان چیز پرسد گویید که آنها به خداوند در کار شدند و او در را برای بردن اجازت می دهد. این حادثه برای به عمل آمدن سخنان پیغمبر روی داد که چنین گفته بود: به ساکنان شهر اورشلیم بگویید: بینید،
شاه شما به نزدتان آمده ایستاده است. شاه خاکسار که خرسوار است، بالای بچه مادخر آمده ایستاده است. اینک دو شاگردش رفته گفته عیسی را اجرا کردند. آنها مادخر را با بچهش آورده، جامه های خود را به بالای آنها پرتافتند و عیسی سوار شد. مردم زیادی که با عیسی بودند جامه های خود را پیش راه او پایانداز می کردند. بعضیشان باشد نوده های درختان را بریده از روی حرمت سر راهش می گذاشتند. مردم از پیش و قفای عیسی راهروان با آواز بلند داد می زدند: شأن و شرف به نسل داوود، برکت یابد کسی که به نام خداوند می آید، شأن و شرف به خدا در آسمان. وقتی که او به اورشلیم وارد گشت، تمام شهر به هیجان آمد. آدمان این کیست گفته می پرسیدند. مردمی که از پی عیسی می آمدند جواب می دادند که این عیسی پیغمبر از شهر ناصره ولایت جلیل است. سپس عیسی به حولی معبد خدا در آمده همه آنهای را که به خرید و فروش مشغول بودند از آنجا بیرون راند. میزهای پول عوض کنندگان و کرسیهای کبوتر فروشان را چپه کرده گفت: خدا در نوشتجات گفته است که خانه من خانه دعا نامیده می شود، اما شما آن را به دزدخانه تبدیل داده اید. در معبد خدا کوران و لنگان نزد عیسی آمدند و او آنها را شفا داد. کاهنان کلان و استادان شریعت با دیدن معجزه های عجایب عیسی و از شنیدن صدای کودکان که در معبد خدا شأن و شرف به نسل داوود داد زده می گفتند به غضب آمدند. آنها به وی گفتند: مگر تو نمی شنوی که کودکان چی گفته ایستادند؟ البته می شنوم، جواب داد عیسی و علاوه کرد: مگر شما در نوشتجات این گفته ها را نخوانده اید؟ از زبان کودکان و طفلهای شیرخور ستایش را به وجود آورده ای. با این سخنان عیسی آنها را ترک کرده از شهر بیرون شد و به دیهه بیت عنیا رفته شب را در آنجا گذراند. صبح دم عیسی هنگام بازگشت به شهر در راه گرسنه ماند. او در سر راهش درخت انجیر را دیده نزد آن آمد، اما بغیر از برگها در آن یگان میوه نیافته به درخت گفت: اکنون تو هرگز میوه نخواهی داد. همان زمان درخت از بیخش خشک شد. شاگردان این حادثه را دیده با تعجب پرسیدند: چگونه درخت انجیر در یک لحظه خشک شد؟ عیسی به آنها جواب داد: به راستی به شما میگویم، اگر ایمان داشته باشید و شبهه نکنید، آنگاه آن کار را که من با درخت انجیر کردم شما هم کرده می توانید. نه فقط این کار را، بلکه اگر شما حتی به این کوه برخیسته خود را به بحر پرتا گویید، سخنتان اجرا می شود. اگر شما باور کنید، آنگاه هر چی در دعا طلب کنید به دست می آورید. وقتی که عیسی به معبد خدا برگشته به تعلیم دهی مشغول شد، کاهنان کلان و پیران قوم به نزدش آمده پرسیدند: تو با کدام حقوق چنین کارها را میکنی؟ کی به تو این حقوق را داده است؟ عیسی به آنها گفت: من هم به شما یک سوال دارم. اگر به آن جواب دهید، آنگاه میگویم که با کدام حقوق چنین کارها را میکنم. بگویید، به یحیی کی حقوق داده بود که آدمان را تعمید دهد؟ خدا یا انسان؟ آنها بین یکدیگر بحث کرده گفتند: اگر خدا داده بود گوییم، او میپرسد که چرا به یحیی باور نکردیم. اما اگر انسان گوییم، خلق ضد ما میبراید، چون که به پیغمبر بودن یحیی ایمان دارد. عاقبت آنها به عیسی نمیدانیم گفته جواب دادند. او نیز به آنها گفت: پس من هم به شما نمیگویم که با کدام حقوق این کارها را میکنم. درباره این حکایت چه فکر دارید؟
مرد دو پسر داشت. روزی وی پیش پسری کلانی آمده می گوید پسرم امروز به تاکزار رفته کار کن. پسرش باشد نمی روم می گوید، لیکن بدتر از فکرش گشته به تاکزار می رود. پدر رفته از پسری دویمش خواهش می کند. پسری دویمش خوب شده است گفته جواب می دهد، لیکن نمی رود. عیسی از کاهنان کلان و پیران قوم پرسید اینک کدام از پسران خواستی پدرش را اجرا کرد؟ پسری کلانیش جواب دادند آنها. عیسی با آنها گفت به راستی به شما می گویم که اندازگیران و فاحشگان پیش از شما به پادشاهی خدا می درآیند. زیرا یحیای تعمید دهنده به نزد شما برای راه راست را نشان دادن آمد، اما شما با او باور نکردید. اندازگیران و فاحشگان باشند، باور کردند. حتی بعد از دیدن همه این شما از فکرتان نگشتید و باور نکردید. به مثل دیگری گوش اندازید. مرد تاکزار بنیاد کرده در گردش دیوار ساخت. سپس حوضچه برای فشردن انگور تیار کرد و دیدبانگاه ساخت. بعد تاکزارش را به چند نفر اجاره داده به کشور دیگر سفر کرد. با فرارسیدن موسم حاصلخورداری صاحب تاکزار برای گرفتن حق حاصل خدمتگارانش را نزد تاکپروران فرستاد. اما آنها خدمتگاران او را دستگیر کرده یکی را زدند، دیگری را کشته، سیومی را سنگسار کردند. صاحب تاکزار از دفعه اول دیده بیشتر خدمتگارانش را فرستاد. اما تاکپروران با آنها نیز چنین رفتار کردند. عاقبت صاحب تاکزار پسرم را حتما عزت و احترام میکنند گفته پسرش را نزد آنها فرستاد. لیکن تاکپروران پسر را دیده به یکدیگر گفتند وی میراثخور است، بیایید او را کشته صاحب میراث میشویم. با این قرار آنها پسر را داشته وی را از تاکزار بیرون برآورده کشتند. بعد عیسی سوال داد وقتی که خودی صاحب تاکزار برگردد با این تاکپروران چگونه رفتار میکند؟ آنها در جواب گفتند حتما آن بدکاران را بیرحمانه خواهد کشت. تاکزار را باشد به تاکپروران دیگر می سپارد که حق حاصل را سری وقت دهند. عیسی با آنها گفت مگر شما در نوشتجات چنین گفته ها را بار هم نخوانده اید؟ آن سنگی را که بناکاران نادرکار حساب کرده یک سو پرتافتند، سنگ اساسی ته کرسی بنا گردید. این کار خداوند است و به نظرمان عجیب می نماید. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته می شود و به خلق داده می شود که آنها به خدا اطاعت کرده ثمری می بیارند که سزاوار پادشاهی خدا است. هر کسی که به بالای آن سنگ می غلطد میده میده می شود و اگر این سنگ به بالای کسی افتد وی را مجق می کند. کاهنان کلان و فریسیان مثلهای عیسی را شنیده فهمیدند که وی درباره آنها سخن می راند. از این رو آنها کوشش کردند که او را دستگیر نمایند، اما از مردم جمع آمده ترسیدند چون که آنها عیسی را پیغمبر می حسابیدند. باب 22. عیسی باز به کاهنان کلان و پیران قوم رو آورده گفت پادشاهی خدا را به چنین مثل تصویر کردن ممکن است. پادشاه برای خانه‌دار کردن پسرش توی برپا کرد و خدمتگارانش را برای دعوت کردن مهمانان فرستاد. اما دعوت شدگان آمدن نخواستند. شاه دیگر خدمتگارانش را فرستاده گفت
رفته به دعوت شدگان گوید که به توی بیایند، زیرا برزگا و گوساله های بهترین الکی کشته شده همه چیز برای ضیافت تیار است. لیکن دعوت شدگان به سخنان خدمتگاران اعتبار نداده هر یک با کار خودشان مشغول شدند. یک قسمشان به صحرا، قسم دیگر به دکانهای خود رفتند. چندی از آنها خدمتگاران را داشته لطوکوب کرده کشتند. شاه به غضب آمده سربازان را فرستاد تا که قاتلان را نابود کرده شهرشان را سوزانند. به خدمتگارانش باشد گفت ضیافت تیار است، اما دعوت شدگان سزاوار آن نبودند. به کوچه های سیر آدم رفته چقدر بسیار آدم یافته توانید همه را به توی تکلیف کنید. خدمتگاران به کوچه ها رفته هر کسی را که یافتند بد و نیک را فرق نکرده به توی خانه جمع آوردند و توی خانه از مهمانان پر شد. وقتی که شاه برای دیدن مهمانان به توی خانه در آمد چشمش به مرد افتاد که لباسش ایدانه نبود. ای دوست، مراجعت کرد شاه به او، چطور تو به اینجا به لباسی ایدانه در آمدی؟ ولی آن مرد خاموش ماند. آنگاه شاه به خدمتگاران فرمان داده گفت دست و پای این مرد را بسته به تاریکی بیرون پرتایید که در آنجا آدمان از درد دندان به دندان زده گریه می کنند، زیرا بسیار کسان دعوت شدند لیکن انتخاب شدگان کم هستند. آنگاه فریسیان جمع شده مصلحت کردند که چطور عیسی را با سخن به دام افشانند. بعد آنها چند نفر شاگردانشان را همراه طرفداران هرودس به نزد او با چنین سخنان فرستادند: استاد، ما می دانیم که تو راست قول هستی و به فکر آدمان اعتبار نداده به خوشامدگویی راه های خدا را از روی حقیقت تعلیم می دهی. بگو، به فکر تو آیا ما به شاهنشاه روم انداز سپاریم یا نه؟ عیسی که از نیت بدی آنها با خبر بود جواب داد: ای درویه ها، چرا مرا به دام افشاندنی هستید؟ تنگه انداز را به من نشان دهید. آنها به او دیناری آوردند. عیسی پرسید: در این تنگه عکس و نام کی را می بینید؟ شاهنشاه را جواب دادند آنها. آنگاه او با آنها گفت: پس آنچه از آن شاهنشاه است باید به شاهنشاه برگردانده شود و آنچه از آن خداست به خدا. چون این را شنیدند حیران شدند و او را گذاشته رفتند. خود همان روز بعضی ها از رویه صدوقیان که زنده شوی مردگان را انکار می‌کردند به نزد عیسی آمده به وی چنین سوال دادند: استاد، موسی به ما گفته است که اگر کسی زن گیرد و فرزند ندیده وفات کند، برادرش باید زن او را به نکاح خود درآورد و فرزندانی به دنیا آمده را همچون نسل برادر مرحومش بداند. با ما 7 برادر بودند و کلانیش زن گرفت، اما فرزند ندیده از عالم چشم پوشید. آنگاه برادر دویم بیوزن را به نکاحش درآورد. بعد با برادر دویم، سیوم و تا 7م با همه‌شان عیناً همین حادثه روی داد. عاقبت زن هم وفات کرد. روزی که مرده ها زنده می شوند، وی زنی کدام از 7 برادران می شود؟ آخر همه آنها او را به زنی گرفته بودند کو؟ عیسی در جواب با آنها گفت: شما خطا می کنید، چون که نه معنای نوشتجات را می دانید و نه قدرت خدا را. زیرا در روزی که مرده ها زنده می شوند آنها نه زن می گیرند و نه شوهر می کنند، بلکه مثل فرشته های آسمان می گردند. درباره زنده شوی مردگان باشد مگر گفته های خدا را بار هم نخوانده اید که گفته است: من خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. مردم این سخنان را شنیده از تعلیمات او در تعجب ماندند. وقت فریسیان شنیدند که عیسی دهان صدوقیان را با جواب خود بسته است،
یک گروه شده آمدند. از بین آنها یک استاد شریعت برای آزمودن عیسی چنین سوال داد: استاد، کدام قانون شریعت در جای اول می ایستد؟ عیسی جواب داده گفت: قانون اولین و مهمترین این است که خداوند خدای خود را با تمام دل و جان و با تمام عقل و هوشت دوست دار. دویمش هم مانند آن است: دیگران را مثل خود دوست دار. این دو قانون اساس تمام شریعت موسی و گفته های پیغمبران است. هنوز که فریسیان جمع بودند، عیسی از آنها پرسید: شما درباره مسیح یعنی تعیین شده خدا چی عقیده دارید؟ به فکرتان او از نسل کیست؟ با او گفتند: از نسل شاه داوود. او باز پرسید: پس چرا خودی داوود با تأثیر روح القدس او را خداوند خوانده است؟ آخر داوود گفته بود: خداوند به خداوند من گفت تا دمی که دشمنانت را زیر پایهایت نگذارم از دست راستم بشین. اگر داوود مسیح را خداوند نامیده باشد، پس چی طور مسیح پسر داوود است؟ کسی به سوال عیسی جواب داده نتوانست و از آن لحظه دیگر هیچ کس جرأت نکرد که به او سوال دهد. باب 23. سپس عیسی به مردم و شاگردانش گفت: استادان شریعت و فریسیان برای شرح دادن شریعت موسی حق دارند. آنچه آنها شرح می دهند گوش کنید و اجرا نمایید، لیکن بر رفتارشان تقلید نکنید، چون که خود آنها گفته هایشان را اجرا نمی کنند. آنها بارهای گران را به دوش آدمان می گذارند، اما خودشان برای برداشتن آن حتی از جایشان نمی جنبند. کار و بارشان فقط در نزد مردم خودنمایی کردن است. به قطیچه های آیتدارشان نگرید چه خیلی وسیعند، یا به پوپک های دامن لباسشان نگاه کنید چه خیلی درازند. آنها در بزمها بالانشینی را دوست می دارند و در جماعت خانه ها در جایهای بهترین می شینند. با آنها معقول است که خلق در بازارها با عزت و احترام به آنها استاد گفته سلام دهند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا فقط یک استاد دارید و همه‌تان برای یکدیگر برادر و خواهر حساب می شوید. هیچ کس را در زمین پدری خود نخوانید، چون که شما یک پدری آسمانی دارید. شما را نباید راهنما گویند، چون که مسیح راهنمای یکه و یگانه شما است. کسی بزرگترین در بینتان باید خدمتگار شما باشد. هر کسی که خود را کلان می گیرد پست می شود و برعکس هر کسی که خود را خاکسار می گیرد سربلند می شود. وای بر حال شما استادان شریعت و فریسیان درویه، چون که شما دری پادشاهی خدا را بروی آدمان بسته، نه خودتان از آن می درآیید و نه به دیگران که در آمدن می خواهند راه می دهید. وای بر حال شما استادان شریعت و فریسیان درویه، چون که شما با بحر و خشکی راه های دور و دراز را طی می نمایید تا اقلاً کسی را پیدا کنید که به دین شما گذرد. لیکن وقتی که چنین آدم را پیدا می کنید، وی را از خودتان 2 مراتب زیادتر سزاوار دوزخ می گردانید. وای بر حال شما راهنمایان کور، شما تعلیم می دهید که اگر کسی به معبد خدا قسم خورد قسمش اعتبار ندارد
اما اگر به طلایی که در معبد خدا هست قسم خورد آن را حتما باید اجرا کند. ای کورانی بی عقل، آخر قدری چی بلندتر است؟ طلا یا اینکه معبد خدا که طلای در آن بوده را مقدس می گرداند؟ شما باز تعلیم می دهید که اگر کسی به قربانگاه قسم خورد قسمش اعتبار ندارد، اما اگر به قربانی بالای قربانگاه قسم خورد آن را حتما باید اجرا کند. ای کوران، آخر چه قدری بیشتری دارد؟ قربانی یا قربانگاهی که قربانی را مقدس می گرداند؟ اینک کسی که به قربانگاه قسم خورد وی هم به قربانگاه و هم به هر قربانی که بالای آن است قسم می خورد. و کسی به معبد خدا قسم خورد وی هم به معبد خدا و هم به خدا که در آن جا مکان دارد قسم می خورد. اینچنین کسی که به آسمان قسم خورد وی به تخت خدا و هم به کسی که بر آن تخت نشسته است قسم می خورد. وای بر حال شما استادان شریعت و فریسیان درویه، چون که شما از حاصل زیره و شیبیت و پودینه 10 را می سپارید، اما به تعلیمات مهمترین شریعت درباره راستی، رحم و وفاداری اطاعت نمی کنید. شما می بایست این قانونها را رعایت کرده قانونهای دیگر را ترک نمی کردید. ای راهنمایان کور، شما نوشاکیتان را از داکه می گذرانید که مبادا مگس در درونش نباشد، اما شتر را فرو می برید. وای بر حال شما استادان شریعت و فریسیان درویه، چون که شما بیرونی پیاله و کاسه را می شویید و درونشان باشد از آن چیزهایی که شما با ظلم و چشم گرسنگی به دست آورده اید پور است. ای فریسیان کور، اول درونی پیاله و کاسه را تازه کنید، آنگاه بیرونی آن هم تازه می شود. وای بر حال شما استادان شریعت و فریسیان درویه، چون که شما مثل مقبره های سفید کرده شده هستید که از بیرون نمودی خوب دارند، اما درونشان پر از استخوان‌های مرده ها و هر گونه افلاسی هاست. عیناً همین طور نمودی ظاهری شما نیز در نظر آدمان به نیکوکاران مانند است، اما درونتان پر از درویگی و گناه می باشد. وای بر حال شما استادان شریعت و فریسیان درویه، چون که شما برای پیغمبران و نیکوکاران مقبره های زیبا ساخته آنها را آرام می دهید. باز می گوید که اگر در زمانهای اجدادانتان زندگی می کردید هرگز همراه آنها به خونریزی پیغمبران دست نمی زدید. با این سخنان بر ضد خود شهادت می دهید که شما در حقیقت فرزندان همان قاتلان پیغمبران هستید. اکنون کاری را که اجدادانتان سر کردند با آخر رسانید. ای ماران و مارزادگان، نخواد گمان کنید که از حکم دوزخ خلاصی یافته می توانید. اینک به شما می گویم که به نزدتان پیغمبران و حکیمان و استادان شریعت را می فرستم و شما بعضی آنها را می کشید و بعضیشان را به صلیب میخکوب می کنید. بعضیشان را در جماعت خانه های خود قمچینکاری کرده شهر به شهر دنبالگیری می کنید. من آنها را برای آن می فرستم که خونی همه نیکوکاران از حابیل بی عیب تا زکریای پسری برکیا که بین مقدس ترین جای معبد خدا و قربانگاه کشته شده بود به گردن شما باشد. براستی به شما می گویم این نسل برای همه این کشتارها جزا می گیرد. ای اورشلیم اورشلیم، پیغمبران را می کشی و آنهایی را که خدا به نزدت می فرستد سنگسار می کنی. من بارها آرزو داشتم مثل مرغی که چوجه هایش را زیر بالهایش جمع می کند ساکنانت را در گرد خود جمع آورم، ولی تو راه ندادی. اکنون خانه تو خالی و بی صاحب می ماند. به شما می گویم که من بعد تا برکت یابد کسی که به نام خداوند می آید نگویید
مرا نخواهید دید. باب 24. هنگامی که عیسی از معبد خدا برآمد، شاگردانش نزدش آمدند تا که بناهای معبد خدا را به او نشان دهند. او با آنها گفت: شما این بناها را می‌بینید. به راستی به شما میگویم که سنگ بر بالای سنگ نمانده همه‌اش به زمین یکسان میشود. هنگامی که عیسی به کوه زیتون برآمده نشست، شاگردانش در تنهایی به پیش او آمده پرسیدند: به ما گوی که این حادثه کی روی می‌دهد و آمدن تو و نزدیک شوی آخر زمان را از کدام علامت می‌فهمیم؟ عیسی در جواب به آنها گفت: احتیاط شوید که مبادا کسی شما را گمراه کند، زیرا بسیار کسان با نام من آمده میگویند که من مسیح هستم و مردم بسیار را گمراه میکنند. شما صداها و آوازهای جنگها را میشنوید، لیکن به واهمه نیفتید. چون این حادثه ها باید روی دهند، ولی این معنای فرارسیدن آخر زمان را ندارد. یک خلق با خلق دیگر و یک دولت با دولت دیگر می جنگد. در هر جا گرسنگی می آید و زمین جنبی ها می شود. همه این حادثه ها مانند دردهای اولین زاییدن می باشد. بعد شما را دستگیر کرده عذاب می دهند و حتی به مرگ می سپارند. با سبب مرا پیروی کردنتان همه خلقها به شما با چشم نفرت نگاه می کنند. آنگاه بسیار کسان ایمانشان را از دست می دهند و به یک دیگر خیانت می کنند و یک دیگر را بد می بینند. در آن ایام پیغمبران بر دروغ زیاد پیدا می شوند و بسیار کسان را گمراه می کنند. بدی تا اندازه می افزاید که در دل بسیار آدمان محبت نمی ماند. ولی کسی که تا به آخر ایستادگی نماید نجات خواهد یافت. خوشخبر درباره پادشاهی خدا در سراسر دنیا اعلان کرده می شود تا که هر خلق امکانیت شنیدن آن را پیدا کند. تنها بعد از این آخر زمان فرا می رسد. شما در جای مقدس همان خرابزار نفرت انگیزی را می بینید که دانیال پیغمبر درباره‌اش پیشگویی کرده بود. و این دقت دهید: آن وقت اگر کسی در یهودیه باشد به کوهستان گریزد، اگر کسی در بالای بام باشد برای گرفتن چیزی از خانه پایان نفراید، اگر کسی در صحرا باشد حتی برای گرفتن جامه هم بر نگردد. وای بر حال حامله داران و مادرانی که کودک شیرخور خواهند داشت. دعا کنید که گریختن شما در وقت زمستان یا روز شنبه روی ندهد، زیرا عذاب و دهشت آن ایام به درجه می رسد که از روز آفرینش دنیا تا به امروز مانند آن هیچ روی نداده است و دیگر روی نخواهد داد. اما خدا آن روزهای عذاب را کوتاه کرده است، چون که اگر کوتاه نمی کرد در روی زمین کسی زنده نمی ماند. به خاطر انتخاب کردگانش خدا آن روزها را حتما کوتاه خواهد کرد. همان وقت اگر کسی به شما گوید که بینید مسیح در اینجاست یا او در آنجاست، باور نکنید. زیرا آدمان پیدا می شوند که خود را بر دروغ مسیح و پیغمبر می نامند.
آنها معجزه و علامت نشان می دهند تا اگر امکان باشد حتی انتخاب شدگان خدا را گمراه کنند. من پیشکی شما را آگاه کرده ماندم. اگر آدمان به شما گویند که بینید مسیح در بیابان است، به آنجا نروید. و اگر گویند که بینید وی در درون خانه است، باور نکنید. چون که آمدن پسر آدمی زاد مثل درخش رعد و برق می شود که تمام آسمان را از شرق تا به غرب فرا می گیرد. هر جایی که جسد است پرنده های لاشخور در آنجا جمع می شوند. بعد از عذاب و دهشت آن روزها آفتاب زود تیره می گردد و ماه دیگر روشنی نمی دهد. ستاره ها از آسمان فرو می ریزند و همه چیز در آسمان به جنبش می آید. آن وقت علامت آمدن پسر آدمی زاد در آسمان نمایان می گردد و در بالای ابر با قدرت و شهرت و جلال آمدن او را همه آدمان روی زمین دیده گریه و ناله می کنند. پسر آدمی زاد فرشته هایش را می فرستد تا که انتخاب شدگان خود را از 4 طرف دنیا و از تمام گوشه و کنار زمین و آسمان با صدای بلند کرنه گرد آورند. از درخت انجیر عبرت گیرید. همین که شاخه هایش مخچه کرده برگ برآوردن را سر کنند، شما انیق می دانید که به قریبی تابستان می آید. عیناً همین طور هنگامی که به عمل آمدن این حادثه ها را می بینید، دانید که وقت نزدیک است، در پس در است. براستی به شما می گویم که هنوز آدمان این نسل از عالم نگذشته همه این حادثه ها به عمل می آیند. زمین و آسمان نیست می شود، اما گفته های من تا ابد می مانند. لیکن کی فرا رسیدن آن روز و ساعت را غیر از پدر کسی نمی داند. نه فرشته های آسمان، نه پسر. آمدن پسر آدمی زاد مثل روزهای می شود که در زمان نوح پیغمبر بود. در آن روزها هم پیش از سرشبی آبخیزی آدمان می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و به شوهر می برآمدند، تا آن روزی که نوح به کشتی در آمد همین طور دوام می داد. آدمان تا آمدن طوفان و همه آنها را نیست و نابود کردنش چیزی را نمی فهمیدند. هنگام آمدن پسر آدمی زاد نیز چنین خواهد بود. آن وقت 2 کس در صحرا کار می کنند و یکی اش گرفته می شود و دیگرش می ماند. 2 زن در آسیاب گندم آرد می کنند و یکی اش گرفته می شود و دیگرش می ماند. پس هوشیار باشید، چون که روز آمدن خواجه‌تان را نمی دانید. بدانید که اگر صاحب خانه وقت آمدن دزد را داند، تمام شب بیدار می ایستد و نمی گذارد که دزد به خانه اش درآید. از این رو شما نیز باید برای آمدن پسر آدمی زاد همیشه تیار باشید، چون که وی ساعتی می آید که منتظرش نیستید. خدمتگار با وفا و دوراندیش کیست؟ کسی است که خوجینش او را در خواجگی خود نظارتچی تعیین می کند و به خدمتگاران سری وقت خوراک دادن را به عهده‌اش می گذارد. خوشا خدمتگاری که خوجینش آمده وی را مشغول همین کار می یابد. براستی به شما می گویم که خوجینش وی را بر تمام مال و ملکش نظارتچی تعیین می نماید. اما اگر وی خدمتگاری بد باشد، فکر می کند که خوجینش دیر می آید و خدمتگاران دیگر را لطوکوب کرده همراه می پرستان مشغول خوردن و نوشیدن می شود. خوجین آن خدمتگار در روزی که وی منتظر نیست و در ساعتی که گمان ندارد آمده این خدمتگار را 2 پاره می کند و او را بجایی که درویه ها از درد دندان به دندان زده گریه می کنند می پرتاید.
باب 25. عیسی سخنش را دوام داده گفت: پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است. 10 دختر چراغ به دست گرفته به پیشواز داماد برآمدند. 5 نفر آنها نادان بودند، چون که در وقت گرفتن چراغهایشان روغن علاوگی نگرفتند. اما 5 نفر دیگرشان دانا بودند و در ظرفها برای چراغهایشان باز روغن علاوگی گرفتند. آنها داماد را منتظر شدند، ولی او خیلی دیر ماند و دختران خوابالود شده خواب رفتند. نصف شب صدای بلند شنیده شد: داماد آمده ایستاده است، او را پیشواز گیرید. دختران بیدار شده زود چراغهایشان را تیار کردند. آنگاه نادانان به دانایان گفتند: کمی از روغنتان دهید، چراغهایمان خاموش شده ایستادند. نه، جواب دادند دانایان، این روغن به همه ما نمی رسد، بهترش رفته از دکان خریده بیایید. نادانان برای خریدن روغن سوی دکان رفتند. برابری رفتن آنها داماد هم رسیده آمد. 5 دختری که به پیشوازش تیار بودند همراه داماد به تویخانه رفتند و در تویخانه بسته شد. دیرتر آن 5 تای باقی مانده هم رسیده آمدند و گفتند: خواجه، ای خواجه، در را برای من گشایید. اما او در جواب با آنها گفت: به راستی میگویم که شما را نمی شناسم. خلاص هوشیار و بیدار باشید، چون که وقت و ساعت آمدن پسر آدمی زاد را نمی دانید. پادشاهی خدا مانند آن است که مرد به سفر برآمدنی شده خدمتگارانش را دعوت کرده تمام مال و ملکش را به آنها سپرد. او به هر خدمتگار موافق قابلیتش تنگه های طلا، به یکیش 5000، به دویمش 2000 و به سیمش 1000 تنگه داد. بعد راه سفر را پیش گرفت. خدمتگاری که 5000 تنگه گرفته بود زود آنها را استفاده برده از آن 5000 دیگر فایده گرفت. خدمتگاری که 2000 تنگه گرفته بود نیز همین طور عمل کرده باز 2000 دیگر فایده گرفت. اما خدمتگاری که 1000 تنگه گرفته بود رفته چاه کنده تنگه های خواجه‌اش را در همانجا پنهان کرد. بعد از گذشتن وقت زیاد خواجه آن خدمتگاران برگشته با آنها حساب و کتاب کرد. خدمتگاری که 5000 تنگه گرفته بود آمده به خواجه‌اش تنگه ها را با 5000 فایدهش سپاریده گفت: خواجه‌ام، شما به من 5000 تنگه طلا داده بودید، من از آن باز 5000 فایده به دست آوردم. آفرین خدمتگاری نیک و وفادارم، گفت خواجه‌اش، تو در اجرای وظیفه خرد وفادار بودی، پس به تو وظیفه کلان را باور میکنم. بیا به خرسندی من شریک شو. خدمتگاری که 2000 تنگه گرفته بود آمده گفت: خواجه‌ام، شما به من 2000 تنگه طلا داده بودید، من از آن باز 2000 تنگه فایده به دست آوردم. آفرین خدمتگاری نیک و وفادارم، گفت خواجه‌اش، تو در اجرای وظیفه خرد وفادار بودی، پس به تو وظیفه کلان را باور میکنم. بیا به خرسندی من شریک شو. آن خدمتگاری که 1000 تنگه گرفته بود نیز به پیش برآمده گفت: خواجه‌ام، من میدانستم که شما آدمی سختگیر هستید. از آن جایی که نکاشته اید حاصل جمع میکنید و از آن جایی که دانه نپاشیده اید غله میگیرید. من از ترس رفته تنگه هایتان را در زمین پنهان کردم. این است پول شما. ای خدمتگاری بد و تنبل، جواب داد خواجه‌اش، تو میدانستی که من از آن جایی که نکاشتم حاصل جمع میکنم و از آن جایی که دانه نپاشیدم غله میگیرم. پس تو باید پول مرا با معاملات میبرآوردی تا هنگامی برگشتنم پول را با فایده اش میگرفتم. سپس فرمان داد:
پول را از وی گرفته به خدمتگار دهید که 10,000 تنگه دارد، زیرا به هر کسی که چیزی دارد باز داده می شود و او زیادتر خواهد داشت. لیکن از کسی که هیچ چیز ندارد، حتی آن چیزی اندکی که دارد گرفته می شود. این خدمتگاری نابکار را باشد به تاریکی بیرون پرتایید که در آنجا آدمان از درد دندان به دندان زده گریه می کنند. وقتی که پسر آدمی زاد با شکوه و جلالش همراه همه فرشته ها می آید، بر تخت شاهانه خود می شیند و همه ملت های روی زمین در پیش او جمع می آیند. آنگاه وی مثل چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا می کرده باشد، آدمان را به دو طرف تقسیم می کند. وی آدمان نیکوکار را از طرف دست راست و بدکاران را از طرف دست چپ می گذارد. بعد عیسی مسیح که شاه است با آدمان در طرف راستش بوده خواهد گفت: ای برکت یافتگان پدری من، بیایید و در پادشاهی خدا که از آفرینش برایتان تیار گردیده است حلاوت برید. چون که گرسنه بودم و من خوراک دادید، تشنه بودم و من آب دادید، غریب بودم مرا قبول کردید، برهنه بودم مرا پوشاندید، بیمار بودم مرا خبر گرفتید و در زندان بودم به دیدن من آمدید. نیکوکاران باشند در جواب میگویند: خواجه، کی تو را گرسنه دیدیم و خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و قبول کردیم، یا برهنه دیدیم و پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا در زندان دیدیم و به دیدن تو آمدیم؟ شاه خواهد گفت: به راستی به شما میگویم، هر دفعه که شما همه این را به یکی از برادران و خواهران خردترین من میکردید، شما این را به من میکردید. سپس با آدمان در طرف چپش بوده میگوید: از نظرم دفع شوید لعنتی ها، به آتش ابدی که برای شیطان و فرشته های وی تیار شده بود درآیید. چون که وقتی که گرسنه بودم خوراک ندادید، تشنه بودم آب ندادید، بیگانه بودم در خانه اتان مهمان نکردید، برهنه بودم به من لباس نپوشاندید، بیمار و در زندان بودم مرا خبر نگرفتید. آنگاه آنها هم میپرسند: خواجه، ما کی تو را گرسنه و تشنه، بیگانه و برهنه یا بیمار و در زندان دیدیم که خدمت نکرده باشیم؟ شاه با آنها جواب خواهد داد: به راستی به شما میگویم، هر دفعه که شما همه این را به یکی از آدمان خردترین من نمی کردید، گویا برای من نکردید. نهایت بدکاران به جای می افتند که تا ابد جزا می بینند، اما نیکوکاران صاحب حیات ابدی می شوند. باب 26. عیسی تعلیماتش را به آخر رسانده به شاگردانش گفت: چنان که می دانید بعد از 2 روز عید نجات سر می شود. آن وقت پسر آدمی زاد به دست دشمنانش تسلیم کرده می شود و او را به صلیب میخکوب می کنند. در قصر سرکاهین که قیافا نام داشت، کاهنان کلان و پیران قوم جمع آمدند. آنها مصلحت کردند که عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل رسانند، اما قرار کردند که این کارشان را در روزهای عید نکنند، مبادا مردم به شور آیند. عیسی آن وقت در دهه بیت عنیا در خانه شمعون نام مردی که پیشتر گرفتار بیماری پوست بود مهمان شد. هنگام طعام خوری
به نزد او زنی آمد که در دست یک شیشچه روغن عطرافشان قیمتبها داشت. وی آن عطر را به سر عیسی ریخت. شاگردان از این کار زن به غضب آمده گفتند این چه اسرافکاری است؟ آخر این روغن را به نرخ قیمت فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کردن ممکن بود. اما عیسی که از سخنان آنها باخبر بود گفت چرا این زن را تنقید میکنید؟ او برایم کاری نیک کرد. کمبغلان همیشه با شما هستند لیکن من همیشه با شما نیستم. این زن عطر را به تنم ریخته مرا برای گورانیدن تیار کرد. براستی به شما میگویم که در تمام جهان هر جا که خوشخبر اعلان گردد کار این زن نیز برای یادآوری وی گفته می شود. یکی از 12 شاگرد عیسی که یهودای اسقریوطی نام داشت نزد کاهنان کلان رفته پرسید اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چی می دهید؟ آنها به یهودا 30 تنگه نقره پیشنهاد کردند. از همان لحظه سر کرده یهودا برای تسلیم کردن عیسی فرصتی مناسب می جست. روز اول عید فطیر شاگردان عیسی به نزدش آمده پرسیدند در کجا می خواهی که برای دسترخوان عید نجات را تیار نماییم؟ او با آنها گفت که به شهر نزد فلان کس رفته گویند استاد می گوید که وقت و ساعت او نزدیک آمده است و او با ما شاگردانش در خانه شما عید نجات را قید می کند. شاگردان همه گفته های عیسی را اجرا کرده خوراک عید نجات را تیار نمودند. بیگاهی عیسی با 12 شاگردش سر دسترخوان نشست و هنگام طعامخوری گفت براستی به شما میگویم که یکی از شما به من خیانت میکند. شاگردانش خیلی غمگین شده پس همدیگر از او میپرسیدند خواجه آیا این شخص من هستم؟ او در جواب گفت کسی که همراه من از یک طبق میخورد به من خیانت میکند. پسر آدمی زاد از روی آن چیزی که در نوشتجات درباره‌اش نوشته شده است میمیرد. اما وای بر حال آن کسی که به پسر آدمی زاد خیانت میکند. بهتر می بود که هرگز به دنیا نمی آمد. یهودای خیانتکار به سخن در آمده گفت استاد آیا این شخص من هستم؟ عیسی در جواب گفت خودت همین طور گفتی. هنگامی که آنها خوراک می‌خوردند عیسی نان را گرفته به خدا شکر گفت. بعد آن را پاره کرده به شاگردانش تقسیم نمود و گفت نان را بگیرید و بخورید که این بدن من است. پس کاسه را گرفته شکرگزاری کرده آن را به شاگردانش داده گفت همه شما از کاسه بنوشید زیرا این خون من است و با آن خدا با خلقش عهد و پیمان می‌بندد. خون من برای بخشیده شدن گناه های آدمان زیاد ریخته می شود. به شما می گویم من باز همراه شما در پادشاهی پدرم شیره انگور نو خواهم نوشید لیکن تا آن روز هرگز نمی نوشم. بعد آنها خدا را حمد و ثنا گفتند و به کوه زیتون روانه شدند. پس عیسی به شاگردان گفت امشب همه شما مرا ترک میکنید چون که در نوشتجات آمده است چوپان را میزنم و گوسفندان پراکنده میشوند. اما وقتی که زنده میشوم پیش از آن که شما به ولایت جلیل بروید من به آنجا میروم. پتروس به وی گفت دیگران تو را ترک کنند هم من هرگز این کار را نمی کنم. عیسی به وی گفت براستی به تو میگویم خودی امشب هنوز خروس جیغ نزده تو 3 بار مرا انکار میکنی. اما پتروس گفت نه حتی اگر با تو مردنم لازم آید هم هرگز تو را انکار نمی کنم. شاگردان دیگر نیز عیناً همین چیز را گفتند.
عیسی و شاگردانش به جای رفتند که گتسیمانی نام داشت و او با آنها گفت شما در همین جا باشید، من در آن طرفتر دعا می کنم. وی همراهش پتروس و دو پسر زبدای را برد. غم و اندوهش سخت شدت می یافت و او با آنها گفت از شدت غم و غصه جانم به لب رسیده است. اینجا بمانید و همراه من بیدار باشید. این را گفته عیسی کمی دورتر رفت و خود را بر روی زمین پرتافته دعا کرد. ای پدر، اگر علاج باشد بگذار این کاسه عذاب از سر من دور شود، اما بگذار نخواستی من بلکه خواستی تو اجرا شود. بعد او به نزد آن 3 شاگردش برگشت، دید که آنها خوابیدند. او از پتروس پرسید اقلا 1 ساعت همراه من بیدار ایستاده نتوانستید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید، چون که روح تیار اما جسم ناتوان است. بار دیگر وی کمی دورتر رفته دعا کرد. پدر جانم، اگر غیر از کاسه عذاب را نوشیدن برایم دیگر علاج نباشد، پس بگذار اراده تو اجرا شود. بعد برگشته آنها را باز در خواب دید، چون که آنها حتی چشمانشان را گشاده نمی توانستند. بار 3 وی آنها را مانده رفت و عیناً مثل پیشتر دعا کرد. سپس نزد شاگردانش برگشته با آنها گفت شما هنوز خواب رفته استراحت میکنید. وقت و ساعت آن هم رسید که پسر آدمیزاد به دست گناهگاران تسلیم کرده شود. برخیزید برویم. نگاه کنید، آن کسی که به من خیانت میکند نزدیک آمد. هنوز او سخنش را تمام نکرده، یهودا، یکی از 12 شاگردانش، همراه 1 توده کلان آدمانی که کلتک و شمشیر در دست داشتند، از جانب کاهنان کلان و پیران قوم رسیده آمد. خیانتکار با آنها پیشکی چنین شرط کرده بود کسی را که بوسیدم همان شخص است که باید دستگیر کنید. یهودا راست به پیش عیسی آمده سلام استاد گویان او را بوسید. عیسی با وی گفت ای دوست، نقشه‌ات را عملی نما. آنگاه آن آدمان عیسی را دستگیر کرده محکم داشتند. ناگهان یکی از همراهان عیسی شمشیرش را از غلاف کشیده به غلام سرکاهن حمله آورد و گوشش را بریده پرتافت. عیسی با وی گفت شمشیرت را به جایش گذار، چون که هر کسی که شمشیر به دست می گیرد با شمشیر کشته می شود. یا به فکرت من از پدرم مدد طلب کرده نمی توانم؟ اگر طلب کنم وی در حال زیادتر از 12 لشکری فرشتگان را می فرستد. لیکن گفته های نوشتجات آنگاه چخیل اجرا می شود؟ آخر گفته شده است که همش همین طور باید روی دهد. بعد عیسی با آن توده آدمان گفت مگر شما مرا راهزن فکر می کنید که برای دستگیر کردنم با کلتک و شمشیرها آمدید؟ من هر روز در معبد خدا نشسته تعلیم می دادم، اما شما مرا دستگیر نمی کردید. ولی همه این حادثه ها برای آن روی دادند که پیشگویی های پیغمبران که در نوشتجات آمدند اجرا شوند. آن وقت همه شاگردانش او را تنها مانده گریختند. سپس آنهایی که عیسی را دستگیر کردند او را به نزد سرکاهن قیافا بردند. در آنجا استادان شریعت و پیران قوم علیه جمع آمده بودند. پتروس باشد تا نزد حولی سرکاهن از پی عیسی در مسافه کمی دورتر می آمد. وی به درون حولی در آمده با مقصد دیدن انجام کار در بین پاسبانان نشست. کاهنان کلان و همه اعضایان دیگری شورای پیران با نیت به قتل رساندن عیسی کوشش کردند که بر ضد او
یگان دلیل دروغی را پیدا کنند، لیکن هیچ دلیل یافته نمی توانستند، گرچه بسیار کسان به پیش برآمده ضد او تهمت می کردند. عاقبت دو کس به پیش قدم مانده گفتند این آدم گفته بود که معبد خدا را ویران کرده آن را در بین 3 روز از نو برپا کرده می تواند. با شنیدن این سخنان سرکاهین از جایش برخاسته به عیسی گفت با این دلیلی که تو را عیبدار می کنند یگان گپی گفتنی داری؟ ولی عیسی خاموش بود. سرکاهین باز با او گفت به نام خدای زنده بگو که تو مسیح و پسر خدا هستی. عیسی در جواب به وی گفت خودت همین طور گفتی، اما همین را که به همه شما میگویم که من بعد شما پسر آدمی زاد را خواهید دید که از دست راست خدای پرقدرت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. آنگاه سرکاهین لباس تنش را دررانده گفت او سخنانی کفر گفت، دیگر به ما هیچ شاهد لازم هم نیست. شما خودتان حالا سخن کفری او را شنیدید، چه حکم می برارید؟ جزایش مرگ جواب دادند دیگران. بعضی ها بر روی عیسی تف کرده او را می زدند. بعضی ها تارسکی زده می گفتند ای مسیح تو پیغمبری کو؟ کنی گوی که تو را کی زد؟ پتروس در روی حولی می نشست و کنیزک به نزدش آمده گفت تو نیز همراه عیسی جلیلی بودی؟ اما پتروس در حضور همه سخنان او را انکار کرده گفت نمی فهمم چی می گویی. سپس وی از آنجا نزد دروازه حولی روانه شد. خدمتگار زن دیگری نیز او را دیده به آدمانی در آنجا ایستاده گفت وی همراه عیسی ناصری بود. پتروس باز انکار کرده گفت قسم میخورم که این آدم را نمیشناسم. بعد از مدت چند مردانی که در همانجا بودند نزد پتروس آمده گفتند انیق تو هم با آنها بودی چون که از لهجه‌ات معلوم است. ولی پتروس قسم خورده گفت خدا زند که این آدم را نمیشناسم. همان لحظه خروس جیغ زد و سخن عیسی به خاطر پتروس آمد. او گفته بود که هنوز خروس جیغ نزده و 3 بار شناختن عیسی را انکار میکند. پتروس از حولی بیرون برآمده زار زار گریه کرد. باب 27. سحری بر وقت همه کاهنان کلان و پیران قوم مصلحت کردند که عیسی را به قتل می رسانند. با فرمان آنها عیسی را دست بسته از حولی قیافا برآوردند و به دست پیلاطس که حاکم رومی بود سپاریدند. وقتی یهودای خیانتکار دید که عیسی به مرگ محکوم شد از کاری کردهش پشیمان شد. او آن 30 تنگه نقره را به کاهنان کلان و پیران برگردانده به آنها گفت من به آدمی بیگناه خیانت کرده گناه کردم. لیکن آنها جواب دادند این به ما چه دخل دارد؟ این کاری خودت؟ یهودا آن 30 تنگه نقره را بر روی فرش معبد خدا پرتافت و از آنجا رفته خود را آویخت. کاهنان کلان آن تنگه ها را گرفته گفتند که از روی قانون این پول را به خزینه معبد خدا انداختن ممکن نیست چون که بر عوض این پول خون آدم ریخته شده است. بعد با رازگی همه آنها زمین کوزگر را خریدند تا که آن قبرستان مسافران باشد. برای همین آن زمین تا امروز زمین خونین نامیده می شود. همچنین پیشگویی ارمیا پیغمبر به عمل آمد که گفته بود از روی فرمانی که خداوند به من گفت آن 30 تنگه نقره را
یعنی همان مبلغی را که خلق اسرائیل او را بها دادند برای خریدن زمین کوزه‌گرد صرف کردند. اکنون که عیسی در نزد حاکم رومی می ایستاد، حاکم از او پرسید: مگر تو شاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو همین طور می گویی. لیکن هنگامی که کاهنان کلان و پیران او را عیبدار می کردند، او هیچ جوابی نمی داد. پس پیلاطس با او گفت: مگر نمی شنوی که تو را تا چه اندازه عیبدار می کنند؟ اما وی به هیچ جا که این عیبدار کنی ها هیچ جوابی نداد. این باعث تعجب زیادی پیلاطس گردید. حاکم رومی عادت داشت که هر عید نجات محبوسی را که خلق طلب میکرد آزاد نماید. آن وقت یک محبوس نامدار بود که بارابا نام داشت. اینک هنگامی که مردم جمع آمدند، پیلاطس از آنها پرسید: کی را میخواهید که برایتان آزاد کنم؟ بارابا را یا عیسی را که مسیح مینامند؟ زیرا پیلاطس میدانست که عیسی را از روی حسد به دست او سپاریده بودند. هنگامی که حاکم در کرسی حکمبراری می نشست، همسرش به او چنین خبر فرستاد: بر ضد این آدم بیگناه هیچ کار نکنید، چون که امشب در خوابم به خاطر وی بسیار عذاب کشیدم. در این وقت کاهنان کلان و پیران قوم مردم را راضی کناندند که از پیلاطس آزاد کردن بارابا و به قتل رساندن عیسی را طلب نمایند. حاکم بار دیگر از مردم پرسید: از هر دویشان کی را می خواهید که برایتان آزاد کنم؟ آنها جواب دادند: بارابا را. پیلاطس باز از آنها پرسید: پس با عیسی که او را مسیح می نامند چیکار کنم؟ همه آنها جواب دادند: او را میخکوب کنید. لیکن پیلاطس سوال داده گفت: چرا؟ آخر او چی بدی کرده است؟ مردم باشند باز بلندتر فریاد زدند: بگذار او به صلیب میخکوب کرده شود. پیلاطس دید که دیگر هیچ چاره ندارد. در عکس حال شورش سر شدنش ممکن بود. او در پیش نظر تمام مردم آب گرفته دستانش را شسته گفت: من خون او را به گردن نمی گیرم. این کار خودتان. تمام مردم جواب دادند: خون او به گردن ما و فرزندانمان است. بنابراین پیلاطس برایشان بارابا را آزاد کرد و عیسی را به دست سربازان سپارید تا که او را قنچینکاری نموده به صلیب میخکوب کنند. سربازان حاکم عیسی را به صحن دربار بردند و عسکران زیاد آنجا گرد آمدند. آنها او را برهنه کرده به تنش جامه سوب سرخ را پوشاندند. بعد از نوده های خار تاج بافته به سرش گذاشتند و به دست راستش چوب دادند. آنها مسخره کنان زنده باد شاه یهودیان گفته در پیش او به سر زانو می ایستادند. سربازان به عیسی تف کرده با چوب به سرش زدن گرفتند. وقتی که آنها مسخره کردن او را بس کردند، جامه را از تنش کشیده لباس خودش را پوشاندند. سپس او را برای به صلیب میخکوب کردن بردند. در راه آنها با شمعون نام مردی از شهر قیروان دچار آمدند و او را مجبور کردند که چوب صلیب عیسی را برداشته برد. وقتی که آنها به جای با نام جلجاتا که معنایش جای کاسخانه سر است رسیدند، سربازان به عیسی می با ماده تلخ آمیخته شده را دادند. او از آن چشیده دیگر نوشیدن نخواست. آنها او را به صلیب میخکوب کرده برای تقسیم کردن لباس عیسی قرعه پرداختند. سپس نشسته وی را نظارت کرده ایستادند. در بالای سر عیسی عیبنامه نوشته شده بود: این عیسی شاه یهودیان است.
همراه او دو راهزن را نیز به صلیب‌های دیگر از طرف‌های چپ و راستش میخکوب کردند. راهگذران او را دشنام داده سر جنبانده میگفتند: تو که معبد خدا را ویران کرده در 3 روز از نو می ساختی، خودت را نجات ده. اگر تو پسر خدا باشی از صلیب فرود آی. کاهنان کلان، استادان شریعت و پیران نیز عیسی را مسخره کنان می گفتند. دیگران را نجات می داد و خود را نجات دادن نمی تواند. اگر او شاه اسرائیل باشد از صلیب پایان فراید، بعد ما به وی ایمان می آوریم. او به خدا امید می بست و اگر در حقیقت پسر خدا باشد بگذار خدا او را نجات دهد، زیرا می گفت که من پسر خدا هستم. حتی راهزنانی که همراهش به صلیب‌ها میخکوب شده بودند مانند دیگران او را دشنام می دادند. نصف روزی بود که تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و 3 ساعت دوام یافت. قریب ساعت 3 عیسی با آواز بلند داد زده گفت: الی الی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران این را شنیده گفتند که او الیاس پیغمبر را صدا می کند. آنگاه یکی از آنها دویده رفت و لطه را گرفته و سرکا تر نمود و با نوک چوب دراز کرده آن را به عیسی نوشاندنی شد. لیکن دیگران گفتند: ایستید بینیم که آیا الیاس آمده او را نجات می دهد. عیسی بار دیگر با آواز بلند داد زده جان داد. در آن لحظه پرده‌ای که جای مقدس ترین معبد خدا را جدا می کرد از بالا تا پایانش دریده 2 پاره شد. زمین به جنبش آمد و سنگها پاره پاره شدند. قبرها کشاده شدند و جسدهای بسیار مقدسان زنده گشتند. بعد از آن که عیسی زنده شد، آنها از قبرهای خود بیرون برآمده به اورشلیم شهر مقدس در آمدند و بسیار کسان آنها را دیدند. وقتی که یک سردار لشکر و همراهانش که عیسی را نظارت می‌کردند زمین جنبی و دیگر حادثه ها را دیدند، سخت ترسیده گفتند که عیسی در حقیقت پسر خدا بوده است. بسیار زنانی که در جلیل به عیسی همراه شده به او خدمت می‌کردند نیز در همان جا بودند. آنها در مسافه ایستاده به همه این نگاه می‌کردند. در بین آنها مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و باز همسر زبدای بودند. با فرارسیدن شام از شهر راما یک مرد ثروتمند با نام یوسف آمد. او هم شاگرد عیسی بود. یوسف پیش پیلاطس رفته جسد عیسی را طلب کرد. پیلاطس فرمان داد که جسد را به او دهند. یوسف وی را گرفته به صوف سفید پیچاند و به قبر نو که برای خود در غار ساخته بود گذاشت. بعد سنگ کلان را به درآمدگاه قبر غلانده از آنجا رفت. در روبروی آن قبر مریم مجدلیه و مریم دیگر نشسته بودند. روز دیگر که روز شنبه یعنی روز استراحت بود، کاهنان کلان و فریسیان جمع شدند و پیش پیلاطس رفته با او گفتند: تقصیر به خاطر ما آمد که آن فریبگر هنوز هنگام زنده بودنش گفته بود که در روز 3 بعد مرگش زنده می شود. بنابراین فرمان دهید که قبر او را تا روز 3 پاسبانی کنند، مبادا شاگردانش آمده جسدش را دزدیده سپس به خلق آوازه پهن کنند که او زنده شده است. آنگاه این دروغ از دروغ اولین دیده بدتر می شود. پیلاطس با آنها گفت: پاسبانان را گیرید و به قدر امکان قبر را نگهبانی کنید. آنها رفته سنگ در قبر را مهر زدند و برای نگهبانی آن پاسبانان را گذاشتند.
باب 28. بعد از روز شنبه، روز یکشنبه آفتاب هنوز نبرآمده، مریم مجدلیه و مریم دیگر برای خبر گرفتن قبر به راه برآمدند. ناگهان زمین جنبی سخت به وجود آمد، چون که فرشته خداوند از آسمان پایان فرآمده سنگ در قبر را یک طرف غیلانده بر بالایش نشست. نمودی وی مثل برق و لباسش مانند برف سبز سفید بود. پاسبانان از ترس او لرزیده مرده بر این به زمین غلطیدند. فرشته باشد به زنان گفت: نترسید، من می دانم که شما عیسی به صلیب میخکوب شده را جستجو کرده ایستاده اید، لیکن او در اینجا نیست. او چه خیلی که گفته بود همان طور زنده شد. بیایید و جایی را که او گذاشته شده بود بینید. حالا زود رفته به شاگردانش بگویید که عیسی زنده شده اکنون پیشاپیش آنها به جلیل می رود. آنها او را در آنجا خواهند دید. خبری که من به شما گفتنی بودم همین بود. سپس آن زنان با ترس ولی شادی کنان سراسیمه از نزد قبر سوی شاگردان دویده رفتند تا که به آنها نقل کنند. بناخواست عیسی با آنها واخورده سلام داد. آنها نزدیک آمده به پایهایش چسبیدند و به او سجده کردند. عیسی با آنها گفت که نترسند، بلکه رفته به برادرانش گویند که آنها به جلیل روند و او را در آنجا خواهند دید. چون زنان به راه برآمده بودند، بعضی از پاسبانان به شهر رفته تمام واقعه روی داده را به کاهنان کلان نقل کردند. کاهنان کلان برای مصلحت کردن با پیران قوم واخوردند و بعد از مصلحت به پاسبانان پولی کلان داده گفتند: رفته به مردم گویید که شبانه شاگردان عیسی آمده از خواب بودنتان استفاده برده جسد او را دزدیده رفتند. اگر این خبر به گوش حاکم رسد، ما با او گپمان را گذرانده شما را از خطر رها میکنیم. پاسبانان پول را گرفته چنان که سرداران کاهنان آنها را یاد دادند همان طور کردند. از این رو یهودیان این حکایه را تا به امروز به یاد می آورند. سپس آن 11 شاگرد به جلیل رفته به کوهی که عیسی با آنها گفته بود برآمدند. آنها برابری او را دیدند، به او سجده نمودند، اما بعضیشان شبهه کردند. عیسی به شاگردانش نزدیک شده گفت: تمام قدرت در زمین و آسمان به اختیار من داده شده است. پس روید و همه خلقهای روی زمین را شاگرد من سازید. آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و اجرا کردن همه چیزی را که به شما فرمودم یاد دهید. اینک من همیشه تا آخر زمان با شما هستم.